قبل از اینکه حالا خیلی بخوایم وارد جزئیات بشیم، من یک دور ترکیب رو برای شما بخونم. ترکیب امروز که توی کانال ها و صفحه اینستاگرام داماشیا من جمله وارش اسپورت قرار گرفته. امروز مثل خیلی از بازی‌های اخیر سعید ابراهیم پور رو در دروازه داریم، سیامک علیزاده، مجتبی بیژن، آرمان لطف خدا، حسین خیری، بلال میرزا علی، سجاد قلی‌بیگی، محمد رستمی، حسین ابراهیمی، رضا پورمهدی و رضا زاهد تبار بازیکنان اولیه ما در این دیدار بسیار حساس هستن به سرمربیگری علی نظر محمدی. من یک تماسی داشته باشم با آرمان غریبینیا. میدونم خیلیاتون دوست داشتید امروز مشهد باشید، تیم رو همراهی کنید، حالا بنا بر دلیل هر کدومتون نتونستید. ببینیم که آرمان در مورد این سفرش چی میگه ما و خلاصه صحبت‌های آرمان رو بشنویم. من منتظرم که ارتباط صوتیمون برقرار بشه که بتونیم آرمان رو داشته باشیم. در خدمت آرمان غریبینیا هستیم، هوادار خوب داماشی، همکار رسانه‌ای که امروز خودش رو به ورزشگاه امام رضای مشهد رسونده. آرمان جان سلام. سلام آقای احمدی، حال شما؟ در خدمت شما هستم. آرمان جان میدونم دقایق کمی مونده به شروع بازی، در مورد جو ورزشگاه بگو، این که چند نفر از هوادارهای ما اونجا هستن، هوادارهای اونا به چه شکلی هستن، کلا جو چطوره، وضعیت روحی هوادارا و بازیکن‌ها چطوره و کلا فضا رو برامون توصیف کن. آقای احمدی، من از چیزی هلوش 1 ساعت و نیم قبل از شروع بازی تو ورزشگاه بودم. اگر بخوایم بگیم زمین خب آرمان فعلا حکم فرما هست. از هوادارهای خوشی چیزی هلوش با ارفاق 40-45 نفر حالا میشنویم صدات آرمان جان. آره من دارم دور ورزشگاهشون به صورت پراکنده نشستن، چیزی هلوش 70-80 نفر از هوادارهای خوشه هستن که باشون که صحبت میکردیم اکثرا اذن داشتن که ما چون تیمی دیگه شهر ما نداره برای حمایت از خوشه اومدیم تا میتونیم امتیاز این تیم رو حفظ کنیم. از هوادارهای داماش هم جدا از چند هواداری که این سفر سودانی رو به جون خریدن و شب از دشت را افتادن صحبت میکردن، 4-5 نفر از هوادارهای گیلانی که ساکن شهر مشهد هستن هم در ورزشگاه حضور دارن. از بازیکن‌های قدیمی ما میبینم آزاد جعفرزاده. عذرخواهی میکنم، ما تصویر استادیوم هم داریم، همینجوری که داری صحبت میکنن همکاران خواهش میکنن فول اسکرینش کنن که تو داری صحبت میکنی، همینطوری دوستان تصویر استادیوم هم بتونید ببینید. خب بگو آرمان جان. آزاد جعفرزاده هم از بازیکن ابتدای فصل ما که بعد مثل رفسنجان رفت در جایگاه وی‌آی‌پی حضور داره. ما هم مثل شما در کنار زمین هستن و آماده شروع مسابقه هستیم. حالا گویا بازیکن‌های ما کم کم دست ورود دارن که اینطوری صدای هوادارهای میهمان اومده بالا. البته یه چیزی هم که به نظرم قابل ذکر هست، یک جایگاه خیلی نامناسبی هم به هوادارهای داماش اختصاص داده بودن که حالا با مشورت با ناظر بازی جایگاه هوادارهای داماش تغییر کرده و حالا در جایگاه کمی بهتر که دید مناسب تری دارند. آرمان جان ما تصویر استادیوم هم الان داریم، اگر اشتباه نکنم اون تو قسمت کیوی حروف انگلیسی هوادارهای اونا هستن که نشستن، درسته؟ وسط زمین. بله. البته خب هوادارهاشون هم یک مقدار هم به این پراکنده نشستن. حالا دو تا از لیدرهاشون اگه اشتباه بله تو تصویرم داریم می‌بینیم بعضیاشون قسمت A هم، بعضیاشون بالا پایین نم بشن و در یک جا ساکن بشن. درسته. بچه‌هایی که اونجا هستن نتیجه رو چطوری پیش بینی کردن تا این لحظه بچه‌های هوادار؟ برعکس هفته قبل که ما اکثرا مسابقه می‌کردیم اکثر بچه‌ها امیدوار بودن، ولی خب با اون عملکرد ضعیفی که ما توی هفته گذشته داشتیم
و عملکرد ضعیفی که در کل فصل در بازی خارج خونه داشتیم اکثرا با طمأنینه دعا می‌کردن که این بازی رو ببریم. اگر قرار مساوی ما بگیریم دلخوش باشیم که تیم‌های دیگه هم لااقل باخت بدن. حالا با ترکیبی که اعلام شده از تیم‌های رو در رویی که با تیم‌هایی که در کورس با ما هستن من می‌بینم فکر می‌کنم اونا کار راحت‌تری دارن. آرمان جان بی زحمت پشت خط بمون، من چک کنم ببینم که تصویر رو داریم یا نه. آره صدا تصویرم که اوکی هست. حالا همکاران اگر احیانا فکر میکنن که صدا و تصویر ممکنه مشکلی داشته باشه لطفاً به من اطلاع بدن که به هر حال شرمنده بیننده هم نشیم در این دقایق حساس. به نظر میاد که همه چی اوکی باشه. حالا نمیدونم، بذارید من یک طور دیگه خودم هم چک کنم، ما همه جوره چک کنیم که به هر حال این بازی بدون مشکل خاصی چک کنیم که به هر حال آره و همه چی هم اوکی. خب آرمان جان بازیکن‌ها چرا هنوز نیومدن؟ چیزی هم دیگه به شروع بازی نمونده. حالا تصویرم زنده است دیگه، ما داریم می‌بینیم. موضوع با میکسمون هستن می‌بینم که اون عوامل اجرایی میگن 3 دقیقه تا بازی مونده و میگن که چرا آماده نشدن که تیم‌ها به بالا بیان. شما در مورد اینکه از هوادارا پرسیدم که نتیجه به این شکله، من خیلی کوتاه صحبت و مصاحبه‌ای که با آقای نظر محمدی سرمربی تیم داماش داشتن، ایشون اعلام داشت که من هیچ نگرانی ندارم و این بازی رو خیلی راحت میتونیم با برد خارج بشیم. امیدواریم که به هر حال همینطور باشه. چند ساعت خودت تو راه بودی با بقیه دوستان؟ ما میشه گفت که از ساعت 6 غروب دیروز از رشت خارج شدیم. حالا تو مسیر جدا از ترافیک سعی کردیم که به خاطر اینکه بتونیم حالا گزارش هایی هم تهیه کنیم که بعد برای حواشی بعد از بازی بخوایم دوستان در جریان قرار بدیم. امروز ساعت میشه که هولوش 1:30 بعد از ظهر ما به شهر مشهد رسیدیم. بله. بعد از زیارت آرامگاه امام هشتم و رئیس جمهور سعیدمون کم کم روانه ورزشگاه شدیم که بتونیم دوستان در چندچون حواشی قبل و حین بازی قرار بدیم. دست شما هم درد نکنه. ما به هر حال همه جونه قدردان شما هستیم که به هر حال با هزینه‌ای که می‌کنید، حالا چه هزینه مادی، چه هزینه جسمی، چه هزینه ذهنی و روانی، به هر حال تیم رو همراهی می‌کنید مثل خیلی از بازی‌ها و امیدوارم که به هر حال دست پر از مشهد برگردید. ممنونم آقای احمدی. تیم‌ها هم که بله تصویر اگر رفرش بکنن، تصویر ما هنوز آپدیت نشده، اگر رفرش بکنن خیلی خوب میشه. تصویر جدید رو ما نداریم. تیم‌ها بس الان وارد زمین میشن. برام بگو. من صدای شما رو ندارم. تصویر متاسفانه فریز شده، تصویر آپارات باشگاه داماش. اگر حالا بهشون اطلاع بدید که خیلی خوب میشه. تصویرشون عرض میکنم که فریز شده، اگر بهشون اطلاع بدید که تصویر رو بتونن درست کنن خیلی خوب میشه. من صدات رو شنیدم، تصویر فریز شده، تصویر ما. خب اجازه بدید من با دوستان تماس بگیرم که بتونم بهشون اطلاع بدم. از آرمان غریبی‌نیا خداحافظی میکنیم. گویا تصویر باشگاه فریز شده. حالا دوستان همکار اگر از شبکه استانی یا از هر جای دیگه ای بازی داره پخش میشه اطلاع بدن. ما حالا سعی میکنیم به همکاران در باشگاه اطلاع بدیم که بتونن مشکل فریز شدن تصویر رو برطرف کنن که به هر حال بازی رو بتونیم به خوبی خدمتتون پخش کنیم. واقعا جا داره که تشکر بکنیم از تمام دوستانی که به هر حال در تلاشن که این بازی رو ما بتونیم ببینیم. من برم یه چک بکنم ببینم که آیا میتونیم مشکل فریز شدن تصویر رو برطرف کنیم یا نه، هرچند که بعید به نظر میاد ولی برمیگردم.
خب برگشتم. دوستان گویا مشکل فنی دارن الان. حالا صفحه آپاراتشون رو هم اگر نگاه کنید توی میرول و جاهای دیگه درگیرن. امیدواریم که به هر حال به زودی این مشکل فنیشون حل بشه، بازی رو بتونیم ببینیم. قطعا هم اتفاق میفته، فکر نمی کنم که مشکل حادی باشه. حالا آره عزیزان اگر رفرش بکنن که مشکلشون به محض اینکه حل شد ما حتما براتون پخش میکنیم. حیف که در چنین بازی حساسی حالا دوستان دارن آزمون و خطا میکنن. حالا به همون شکل خوبی که بارها از آنتن پخش شد، ای کاش همین بازی هم به همون شکل از آنتن پخش میشد. رحمان قاسمی عزیز که این همه بازی ها رو پخش کرد، خب حالا این چند بازی هم روشیم چند بازی هم پخش میکرد، واقعا فکر نمی کنم هیچ مشکل خاصی پیش میومد. تصویر باشگاه کماکان نیومده. از هر جای دیگه هم اگر تصویر بیاد من حتما سعی میکنم که براتون پخش کنم تا به هر حال بتونید شاهد بازی باشید. تا این لحظه که من خدمتتون هستم هنوز تصویر نیومده. البته بازی هم فکر نمی‌کنم که شروع شده باشه. به هر حال منتظریم به محض اینکه تصویر بیاد حتما تصویر رو خدمتتون پخش میکنم. من توی اینستاگرام باشگاه هم دارم نگاه میکنم، گویا هنوز درگیر هستن، هنوز نتونستن تصویر رو پخش کنن. حالا چرا من واقعا نمیدونم چرا دوربین باشگاه کیبورد رو نشون بده وقتی خب میتونید پخش کنید. خب تصویر زمین رو پخش کنید دیگه، چرا به کیبوردتون رو نشون میدید؟ حالا امیدوارم به هر حال مشکل حل بشه هر چه زودتر. شبکه خراسان هم یک نگاهی بندازم ببینم که آیا داره پخش میشه یا نه. هرچند که بعید میدونم، این بازی ها معمولا از شبکه‌های استانی پخش نمیشن. حالا چک میکنم اگر اونجا در حال پخش بود که من به هر حال بازی رو از اونجا براتون پخش میکنم. هیچ فرقی نمیکنه، هدف اینه که بازی رو ببینیم. هیچ اصراری هم نداریم که از جای خاصی باشه خودش. نه کماکان تصویر نیست. حالا دوستان همکاران اگر از هر جای دیگه هم تصویر رو بگیرن که ما میتونیم خدمتتون پخش کنیم. فعلا از هیچ جایی بازی در حال پخش نیست. حالا به نظر میاد که شاید شبکه خراسان پخش کنه. چک بکنم اگر تصویر رو داشتیم که از همونجا هم بازی رو براتون پخش میکنم. جوار حتی برای نماینده سابق و منحل شده استان خراسان رضوی تیم پدیده. اینجا لحظه با هم ببینیم که اتفاقی نیافتاده. پرچم کمک هم یعنی آقای محمد عطایی بالا نرفته بود. ارسالش اصلا خوب نبوده. ضربه شور مجدد و جالب نمیزنه. میلاد فراهانی این بازیکن و دروازه‌بان خوشه طلایی مجتبی بیژن رو میبینید که پرتاب انجام خواهد داد. او هم برای شهر خودرو بازی میکرد در آخرین فصلی که استان خراسان رضوی در لیگ برتر نماینده دار بود و با شهر خودرو به دسته پایینتر سقوط کرد و اون تیم هم کلا منحل شد متاسفانه. کیانوش میرزایی سمت چپ برای خوشه طلایی. ادهمی رو خط راه میندازه کاپیتانشون رو. ارسالی که جالب نبود، به تو نرسید. این چهره حسین فاضلی که پشت به تصویر میبینیدش. دفاع راست حسین خیلی پرتاب بلند برای زاهد تبار. پرچم کمک به نشانه پرتاب برای خوشه طلایی. بگونه میچرخ و اوترو به قرمز پوشان دادن. نظر محمدی هم کنار زمین هست و صحبت میکنه با شاگردان خودش. پرتاب بلند، یک لحظه از هم گسیختگیه میثم کریمزاده که تو اونجا جلو کشیده بود. بهروز هوشمند، ادهمی سراسیمه، توپش خیلی هم دور نشد. قلی بیگی ارسال بلند به سمت چپ با سرعت بالا به دنبال توپ بود که توپ عرض زمین رو طی میکنه و از اون سمت بیرون میره و حرکتش به جایی نرسید. بلال میرزاعلی بازی مستقیم. امروز هم میثم کریمزاده به عنوان یک مهاجم در حالی که پست اصلیش دفاع وسطه با توجه به قد و قامت و جثه مناسبی هم که داره حداقل محمد رضا ناصری از او به عنوان بازیکنی که در پیکان نوک حمله فعالیت میکنه امروز استفاده کرده.
سیامک علیزاده، قلیبگی، خطا است یا نه؟ بله، اینو داور آقای امیرسامان سلطانی میگه. این چهره، این بازیکنی که بر روش خطا را مرتکب شدن. بازی سری آغاز میشه. رستمی یه پاس تو در موقعیت برای خیلی که این فرصت هم براشون منجر به یک موقعیت مناسب برای گلزنی نشد. تا اونجا بیشتر توپ و میدان در اختیار داشتن آبی پوشانه. داماش اما از این برتری نصف و نیمه نتونستن استفاده رو ببرن. در حالی که 5 دقیقه رو تمام کردیم از نیمه اول. ارسال بلند فراهانی به 1/3 دفاعی داماش. ضربه سر اول رو به راحتی میزنه حسین خیری. حالا این سمت فاضلی کاپیتان خوشه با پای راست ارسال به نزدیکی ششقدم، ارسالی که اونجا بر میگردونه. در موج بعدی حمله یه لحظه باز هم توپگیری رو انجام میدن بازیکنای داماش. رحمتی پاسش جالب نبود، قطع ارتباط از بازیکنای داماش. حالا این سمت این اتفاق میفته برای فرجیان که توپو بر میگردونن. یک ذره به خودشون میان بازیکنای خوش طلایی. حالا تو این لحظات اونا هستن که سوار بر جریان بازی هن. بهروز هوشمند یک نگاه برای اینکه بهترین گزینه رو انتخاب بکنه. بازی مستقیم برای اثرگذاری آماده بود که موفق‌تر مدافع آخر داماش بود. آرمان لطف خدا، بیژن، دوباره این بازیکن صاحب توپ است. لطف خدا برای داماش. قلیبگی یه لحظه قطع ارتباط اتمی. به نظرم خطا می اومد اونجا، به هر زحمت رو میخوان دور بکنن از مهلکه بازیکن خوشه. دوباره قلیبگی فرصت هست. زاهد تبار حرکتش ناقص میمونه به شدت با تقلای زیاد. یه تکل زده، هنوز توپو دور نکرده که حالا سعی میکنه ریسک نکنه اونجا. اتمی تک و تنهاست. خیلی خطا بروی او صورت میگیره. اینجا لحظه صحبت‌های سفت و سخت و اعتراض به شدت عجیب و غریب است. حسین فاضلی صحبت میکرد با داور اول بگونه کمک اول آقای محمد عطایی. خطا که به نظرم درست میرسید. به هر حال یک ضربه ایستگاهی نصیب داماش شده. از فاصله نه چندان دور سریع هم کارو دنبال میکنه که نه، داور اشاره میکنه که باید با سوت او ضربه زده بشه. اینجا میتونیم ببینیم این حرکت شارژی انجام داد و اینجا از پاشم استفاده کرد و کمک اولم کاملا نزدیک به صحنه بود و داور اول این چهره آقای امیرسامان سلطانی رو کاملا هوشیار کرد. مأمور زدن ضربه هست حسین ابراهیمی برای داماش. از همون نقطه‌ای که خطا صورت گرفته باید توپو بکاره و ارسال انجام بده. خیلی جلوتر اومده بود حسین ابراهیمی، در حالی که خود فاضلی کسی که دقایقی پیش خطا رو مرتکب شد تنها شخصی است که این دروازه‌بان او رو مأمور دیوار دفاعی کرده. حالا با سوت داور میتونه ضربه رو بزنه. یه لحظه هم شاید داره از نظر محمدی ایده میخواد در ارسال خودش، شاید کوتاه یا مستقیم ارسالی که حالا انجام میشه به تیر یک. یه لحظه دفع ناقص پشت محوطه جریمه میاد، از راه میرسه و ضربهشو میزنه که یه فرصت برای داماش در ریباند و خیلی خوب گرفت میلاد فراهانی. تقریبا که چه عرض کنم کامل دبل سیو بود. خیلی خوب در 2 مرحله موفق میشه که دروازه رو نجات بده، هرچند که زاویه هم نداشت توپا هیچ کدومش. فراهانی شاید هم یک ذره برای اینکه حداقل جهت بازی تغییر بکنه سعی میکنه که یک وقفی داشته باشه در بازی. اینجا اتفاقی نیفتاد. اینجا توپ برگشتی رو پورمهدی زد، توپم رد شده بود و دیگه خطایی هم نمیتونست باشه چون یک برخورد نصف و نیمه هم داشت با میثم کریمزاده. حالا یکی از کادر پزشکی
خوشه طلایی وارد میدان میشه تا به وضعیت او رسیدگی بکنه. میبینید حسین خیری رو، او بود که شروع کننده این حمله بود به گونه ای. فراهانی که نذاشت خیلی زود، در حالی که هنوز 10 دقیقه رو تمام نکردیم، دروازه تیمش باز بشه. داشت به تصویر آرمان لطف خدا، این بازیکن که یکی از بازیکن‌های موثر هفته‌های اخیر تیم داماش هم بوده، حالا بازی از سر گرفته میشه. ارسال بلند به قصد حرکت کریم زاده که اونجا با سر صابون اما کسی نبود که بتونه از اون استفاده بکنه. ابراهیم پور دروازه‌بان داماش، اصلا اون جلو با لطف خدا، مجتبی بیژن، سیامک علیزاده، این بازیکن صاحب توپ سمت راست، الان تقریبا با 3 مدافع مرکزی شاید داره بازی میکنه و 3 دفاعش کرده. نظر محمدی فعلا تا بال تهاجمی این تیم لحظه به لحظه بالاتر بره. تعدد و تراکم بازیکناشون در یک سوم دفاعی خوش طلایی هم به نسبت بالاست و تا به اینجا تونستن که حداقل جنگ وسط زمین رو ببرن از تیم حریفه. لحظه اونجا سراسیمه بود، توپو داشت لو میداد، بر زحمت خیری رو خط راه میندازه پور مهدی رو، یه ارسالی که انجام میده و توپی که در بین راه برخورد میکنه به علیرضا ادهمی و رای کورنر شد. حسین ابراهیمی میاد تا ضربه کورنر رو بزنه که بیشترم مأمور زدن ضربات شوره مجدد هست برای داماش. یارگیر فشرده بازم شاید میخوان کوتاه کار بکنن که فعلا نه، این نقشه عملی نمیشه و جدا میشه از دیگر نفرات. قلی بیگی یارگیر فشرده رو میبینید در محوطه جریمه خوشه طلایی، ارسالی که بلند انجام میشه به تیر 2، موقعیت برای خوشه نه برای تیم داماش که اونجا یه لحظه توپ رای اوت میشه از کنار دروازه. این چهره مجتبی بیژن، بازیکن سرزنی که توپش راهی اوت شد. خیلی هم شدت نداشت، ببینیم اینجا خوبم یارگیری نکرده بود با اینکه از لحاظ قدی خیلی به اون میچربید قد و قامتش. کریم زاده اون نتونست اینجا مدافع داماشو مهار بکنه تو این لحظه. ابراهیمی قلی بیگی بازی رو به راست میارن که تو این لحظات عمده حملات از این سمت از کانال چپ دفاعی خوشه طراحی میشه. زاهد تبار بازم خوب هم دیگه رو پیدا میکنن، ارسال سر ضرب اون سمت، بر زحمت میخواد به توپ برسه بلال میرزاعلی، حالا این توپو مهار کرده به پاس تقریبا کاتبک پشت محوطه جریمه. ببینیم که چه اتفاقی میفته. اونجا به شدت میخواد یارگیری بکنه با او مسلم مجدمی و توپی که به بیرون میره، حالا آفساید اعلام میشه. قدری هم با تغییر پرچم کمک اول آقای عطایی بالا رفت. در بازی متوقف شد. نه بازی خواست خیلی گذرنگی عجیب و غریب تو پمال خودش بکنه. اینجا با هم ببینیم که این حرکت به جایی هم نرسیده بود و کلا به توپ اصلا نرسید و آفساید اما بر ترتیب اعلام شد. اونجا پوشش انجام داد سیامک علیزاده. ابراهیم پور برای آرمان لطف خدا. بازی مستقیم به قصد حرکت پور مهدی که پاس تو در موقعیت هست برای حسین ابراهیمی و ضربه که اونجا میخواست پشت سر فراهانی رو هدف قرار بده، اومده بود جلو. میلاد فراهانی اگرم در چارچوب می بود حتما به دردسر مینداخت دروازه‌بان خوش طلایی رو. هوشمند یه پاس تقریبا لاب برای مسلم مجدمی، بازیکن سابق تیم‌های نفت آبادان و المعیزر قطر، به چپ عوض میکنه. فاضلی تا لحظه آخر مراقب او بود این بازیکن، یعنی حسین خیری. حالا قدری هم اونها میخوان جریان بازی رو به دست بگیرن. شاگردان محمد رضا ناصری، این چهره که در 2-3 بازی که به عنوان سرمربی فعالیت میکنه نتایج بدی هم نگرفته.
به قدری امیدوار کرده تیم خوشه رو برای بقا در لیگ دسته یک. ششمین مربی این فصل علیرضا ادهمی توپ در اختیار داشت، رو به عقب. ناصری رو عرض می‌کردم که با وحید کلهر شروع کرد خوش طلایی، فرشاد کرمی نفر دوم بود، سپس خسرو حیدری، متعاقباً ایمان رزاقی را تا محمد حسینی دیگر مربی مشهدی فوتبالمون رو در نهایت حالا سکاندار هدایت تیمش شده در تیم خوش طلایی محمد رضا ناصحی. این بازیکن میرزایی زننده تک گل خوش طلایی در بازی گذشته مقابل مس سونگون. امتیاز شیرین و ارزشمندی رو گرفتن و حداقل با آسودگی خاطر به این بازی اومدن. علیرضا ادهمی رو چپ حرکت رو آغاز کرده، تعقیبش میکنه حسین خیری، رو به عقب. دادمهر رو پای راستش نگاه میکنه تا شاید گزینه مناسب در باکس پیدا بشه. یک پاس تو در هماهنگی درست، کار ترکیبی دور میزنه بین 3-4 بازیکن، گرفتار شد اونجا، بالاخره میاد و از گرد راه رسید، قلیبیگی و توپو موقتا دور کرد. همچنان توپ میدان از آن بازیکنان خوش طلایی. کیانوش میرزایی هوشمند اندک تماشا چیانی که در سالن هست، در ورزشگاه هستن، عذرخواهی میکنم، از تیمشون حمایت میکنن. تیمی که باید بگیم عملا همچنان نمیشه رو هویتش خیلی حساب باز کرد و امیدواریم که حداقل هر اتفاقی میفته بتونیم که به راحتی بگیم خوش طلایی یا مال ساوه است یا مال مشهد مقدس. به هر حال سمت چپ حسین فاضلی اونجا قطع ارتباط میکنن، دو بازیکن آتش کرده بودن. بر زحمت زاهد تبار، خط سفت و سخت از علیرضا ادهمی، خیلی هم بد زد بازیکن داماشو که تو این لحظه آقای سلطانی یک تذکر فقط قناعت میکنن. میتونست کارت زرد بگیره به واسطه این خطای عجیبی که انجام داد، فقط هم به قصد پا رفت. مشکلی هم نداره البته زاهد تبار و میتونه کارو دنبال بکنه. بازی از این لحظه از سر گرفته میشه. سیامک علیزاده نقش محوری و کلیدی داره در آخرین نقطه از خط دفاعی داماش. لطف خدا بهش نزدیک شدن یکی دو بازیکن، پرس نصف و نیمه، اما خلل ایجاد نمیکنه در روند بازی سازی شاگردان نظر محمدی. مجتبی بیژن 17 دقیقه رو سپری کردیم، همچنان بدون گل مساوی در هفته 33 لیگ دسته اول فوتبال ایران. مثال مستقیم با سر یک لحظه اونجا اثرگذاری، دفعه ناقص چه موقعیتی به زاهد تبار داد، حالا موقعیت نتونست ضربه رو بزنه، چه اشتباهی کرد. یه لحظه ادهمی توپو در اختیار بازیکن داماش قرار داد، او هم نتونست. زاهد تبار ضربه تقریبا والی رو به خوبی به سمت دروازه خوشه روانه کنه. لطف خدا خیری بازی تو لحظات آروم دنبال میشه، با سری بالا به دنبال بازیکنی که در موقعیت مناسب صاحب توپ بشه. دستش بالا بود میرزا علی، صاحب توپ شده این بازیکن. رو به جلو پور مهدی، توپ شرایع اوت میکنن بازیکنای خوش طلایی با بهروز هوشمند. میرزا علی پرتاب انجام میده اون جلو با رستمی، در مرکز میدان صاحب توپ میشه قلیبیگی. در حرکت به هنگام صبح چرخید خیری، ارسال بلند به تیر دو، یه لحظه اونجا برای بازپسگیری توپ، موقع در حسین ابراهیمی و گل شد. گل اول برای داماش گیلان که خیلی هم حمله میکردن از سمت راست به شکل کاملا مداوم. ارسال از جناحین به قصد این حرکات دفع ناقص یا اشتباه فردی بازیکن خوشه، بالاخره موقعیت براشون
شکل گرفته، تونستن از این فرصت دیگه نهایت استفاده رو ببرن. اینجا استوپ بسیار خوب، کنترل و سریع در لحظه ضربه رو میزنه و دروازه رو باز میکنه. حسین ابراهیمی در 19مین دقیقه به این شکلی که میخوایم ببینیم دروازه رو باز کرد بازیکن با تجربه تیم داماش. اینجا یه لحظه بازم عدم یارگیری مناسب با سر توپو در اختیار ابراهیمی قرار میدن. اینجا سر ضرب خیلی خوب و زاویه مناسب و نتونست کاری انجام بده. میلاد فراهانی خیلی هم در نقطه خوبی موقعیت در محوطه جریمه براش به وجود اومد. از نماهای دیگر ببینیم. اینجا اشتباه از فرجیان روی پا، امون نداد، خیلی هم خوب زاویه رو پیدا کرد. دوباره خوشه کارش سخت میشه و این بازی اصلا حداقل با توجه به امتیاز میتونیم بگیم میزبانی براشون نمیتونه جذاب باشه که بخوان این بازی رو از دست بدن. از 6 امتیاز پیش رو حداقل 4 امتیاز رو میخوان با توجه به اینکه نتایج بازی‌های تیم‌های دیگه در هفته آخر براشون حائز اهمیته. ولی خب 6 امتیاز رو بگیرن شاید بدون دغدغه بتونن خودشونو از مهلکه نجات بدن و در لیگ تو دسته یک موندگار بشن. یه لحظه برخوردی که صورت گرفته، داور خطایی نمیبینه اما میخواد بازی جوان مردانه رو رعایت بکنه و حداقل بازی رو نگه داشته. این بازیکن فاضلی حالا توپو به بیرون میفرسته با عصبانیت، البته میتونه اسکار رو دنبال کنه. آقای امیر سامان سلطانی هم نخواستن که بازی متوقف بشه. برای چندمین باره که بر روی زمین میفته محمد سجاد قلیبیگی که خیلی هم در میانه میدان وظیفه سختی داشته برای پخش توپ و بازی سازی تیمش. ببینیم اینجا یه لحظه ندیدیم برخورد اصلا برخوردی نبود که بخواد خودش رو زمین بندازه و کاملا برای توپ رفت و داورم نزدیک به صحنه بود و خطایی گرفته نشد. رحمتی، سینا عبداللهی به نسبت بازی گذشتم تیم خوشه با یک تغییر به این شکل که تو این بازی دادمر از ابتدا در ترکیب هست و بازی قبلی علی رضایی بود که در ترکیب حضور داشت و تو این بازی فعلا ازش استفاده نکرده ناصحی. فرجیان سمت راست حرکتش شروع کرده بود دادمهر اما او رو ندید. رحمتی، سینا عبداللهی، میرزایی حالا جلوتر میان، سعی میکنن با تلاش بیشتر خودشونو در موقعیت مناسب قرار بدن. بازیکن خوشه سر ضرب اصلا پاسش خوب نبود. محمد رحمتی این بازیکن که اشاره میکرد جابجایی صورت بگیری که بتونه حداقل در نقطه مناسب، خوب نبود. بیژن یک ذره متمایل به چپ شده تو این بازی و نقش پوششی رو ایفا میکنه برای میرزا علی. پرتاب انجام میده، میبینید بیشتر مأمور پرتابای اوت بیژنه. فاصله خطوط دفاعی حداقل اون گپای بین هافک دفاعی و مدافعان مرکزی زیاد شده تو این لحظات و میتونن استفاده بکنن از این خلل. هرچند که این سمت هم با یک تک موقعیت و چند تا پاس داشتن به یک فرصت میرسیدن. در ضد حملات خیلی داماش خطرناک تا به اینجا ظاهر شده. یک بارم تونستن از موقعیت جدی این بازی گل بسازن. مهمترین موقعیت بازی هم تا به اینجا به گونه همون گل حسین ابراهیمی بود در فاصله 23 دقیقه از زمان بازی که تا به اینجا پشت سر گذاشته شده. عبداللهی، میرزایی رو به عقب، راه ها رو بستن، پاسای کوتاه و با حوصله بازی میکنه تیم خوشه تو این لحظات، اما فعلا نتونستن که مسیری برای عبور از خطوط دفاعی حریف پیدا بکنن برای نفوذ به دروازه داماش. هوشمند میخواد که رو دستش یک نفر حرکت بکنه، میاد عقب‌تر. میرزایی به دنبال
بازیکن مورد نظر مثلا پشت مدافعان. اونجا میرزاعلی خیلی راحت بدون کوچکترین دغدغه‌ای توپو در اختیار ابراهیم پور قرار داد. تعقیبش میکرد کریم زاده از همون جلو. آرمان لطف خدا، خیری قطع ارتباط از هوشمند. برای چندمین باره که میخواد ضربات سر اول بزنه اما به جایی نمیرسه. این کمک آقای نوری پرچمشون بالا رفت و داور اول آقای امیرسامان سلطانی هم اعلام میکنن با صوت خودشون که تو این لحظه کریم زاده در موقعیت آفساید بوده. پاس تقریبا نمایشی که نرسید، پاس تک ضربش. خیری موازی با خط طولی حرکت میکنه، پاس تودر که اون شکاف به مراتب ایجاد میشه و ثابت توپ شده. حسین ابراهیمی از اون فضایی که در نزدیکی محوطه جریمه بهش دادن بازیکن خوشه. دوباره برای چندمین بار که داره اشتباه میکنه. لطف خدا که این بار به هر زحمت این بازیکن توپو مال تیمش میکنه و حداقل یک پرتاب اوت نصیبشون شد. شکنندم نشون میده این بازیکن با یکی دو بار که به سمتش اومدن و او رو احاطه کردن نزدیک بوده که چند بار توپ لو بده و کار دست تیمش داده باشه بدون این. ببینیم اینجا ریختن سرش و کاملا اذیتش کردن. اینجا داشت توپو لو میداد که دیگه فاضلی نتونست کارو تکمیل کنه. بهروز هوشمند در آخر نقطه است. خط دفاعی خوش طلایی. رحمتی نتونست به چرخه، مجبور شد که انتخاب کنه فراهانی رو. میخواد که کسی بهش نزدیک بشه. سینا عبداللهی ارسال بلند که تو لحظات تنها نقشه خوش طلایی بگونه میتونسته باشه. ارسال مستقیم، پاسای بلندی که به جای نرسیده. ابراهیم پورم این دروازه‌بان که تا جایی که میتونه حداقل سعی میکنه با این روش بازی رو و زمانش رو برای تیمش مدیریت بکنه. برنامه فعلا خوش طلایی نداشته برای آسیب زدن به حریف و ایجاد موقعیت‌های حساس بر روی دروازه این تیم. کسی نزدیکش نمیشه. راحت بازی رو همونجا چند ثانیه خوابوند. حالا توپو رد میکنه به هر زحمت. پرتاب برای خوش طلایی. اینو کمک داور میگه. میبینید جلوتر اومدن و آستانه فشار بیشتر کردن بر روی مدافعان تیم خوش طلایی. ادهمی سراسیمه توپو دور میکنه. باز پس کلیه تو بس سوی بازیکن داماش رو به عقب. یه لحظه کار خطرناک که میتونه باشه و ابراهیم پور سری میاد تا رو توپ از سر بگذاره. خیری در کنترل توپ دچار مشکل شد. حسین فاضلی در مرکز میدان حرکت میکنه بر ترتیب. هوشمند یه پاس به سمت راست که اصلا نمیرسه. خیلی پاسش محکم بود برای این بازیکن فرجیان. استارتش به جایی نمیرسید. طبیعتاً گهگدارم پیش میاد که از سمت چپ دفاعی داماش هم بتونن که موقعیت رو به وجود بیارن، اما یه ضریب ارسالاشون و اینکه بتونن همدیگه رو به درستی پیدا بکنن تا به اینجا خیلی در یک سوم دفاعی داماش برای خوشه خوب صورت نمیگیره. دادمهر میرزاعلی تعقیبش میکنه نزدیک نقطه کورنر. یه کورنر رو گرفت. فکر میکنم اولین کورنر تیم خوش طلایی در این بازی بعد از مدت ها. کیانوش میرزایی میخواد ضربه رو بزنه. جلو کشیدن بازیکنان سرزن و فرصت طلب تیم خوش طلایی. میانگین قدیشون هم تقریبا بالاتر فکر میکنم از تیم داماش. ارسال به تیر یک که اونجا برمیگردونه. سانتر تیز و کاملا خطرناک اونجا. ریسک هم نکرد پور مهدی و توپو دور کرد. فراهانی
محمد رحمتی. دوباره بازی سازی از همون جلو. عبداللهی دوباره هوشمند بهش نزدیک شد. حسین ابراهیمی میخوان در تنگنا قرار بدن تیم خوشه رو. سریع توپو پس میگیرن. این بارم یک برخورد نصف و نیمه در دایره میانی میدان. یه خود پا زد اونجا تقریبا موفق بود و حالا خطا میکنه. این بازیکن قلی بیگی تکلش بی‌محابا بود. این بارم داور فقط یک تذکر بسنده میکنه. اینجا تکلش بسیار محکم اما بر زحمت توپ برای خوشه طلایی شد. هوشمند کارشو داره سخت میکنه. میاد تو عرض. باز هم رحمتی. فرجیان کسی رو فعلا پیدا نکرده. دور میزنه. بهش نزدیک شد برای کمک کردن دادمه. کماکان به دنبال ایجاد موقعیت. رحمتی بازم هوشمند. این مسیر برای چندمین بار تکرار میشه. پاسای کوتاه از راست به چپ و بالعکس. فعلا نتونستن توپو به زمین حریف بفرستن و برنامه میگم ندارن برای نفوذ به دروازه حریف تو این لحظات. شاید حداقل در نیمه دوم و در این هولوش 15 دقیقه‌ای که از زمان مسابقه در نیمه اول مونده یک ذره روند بازی تغییر کنه برای خوشه طلایی. کیانوش میرزایی پشت مدافعان هدف قرار داد. میرزاعلی اونجا میاد نزدیک مدافع میانی شد. توپو برای لحظه دور کرد. ابراهیمی رو به دروازه خودشون حرکت میکرد. خطی در کار نیست. کار دنبال خواهد شد. ببینیم چه طرح برنامه‌ای دارن بازیکن خوشه. فرجیان بهش نزدیک شده بود. فاضلی حالا موقعیت میتونه کاتبک کنه. فرصت برای خوشه طلایی. پشت محوطه جریمه و ضربه‌ای که کیانوش میرزایی میزنه و توپش از کنار دروازه راهی اوت شد. بالاخره شوکی دادن. یه کاری کردن بازیکن خوشه. این بازیکن میتونست برای دومین هفته متوالی برای تیمش گلزنی بکنه. این چهره میرزایی اینجا لحظه توپو دور میکنه. والی هم بود براش. سریع تصمیم گرفت و توپش با این فاصله از کنار دروازه ابراهیم پور به بیرون رفت. خوشو تصویر میبینید محمد رضا ناصحی رو که فعلا تا اینجا کار تیمش گره خورده در نیمه اول. ارسال بلند اثرگذاری موفق از فاضلی با دوندگی بسیار زیاد به دنبال گرفتن توپ. کریمزاده خیلی هم بار تهاجمی آنچنان زیادی نداره و بیشتر برای ارسال از جناحین و استفاده از میانگین قدی شاید در پیکان و کمله از او استفاده میکنه. ناصحی لطف خدا یه بازیکن رو به درستی برمیداره از سر راه خودش. خطایی که اعلام میشه به روی رضا پورمهدی. این بار هم خیلی به مذاق بازیکن خوشه این سوت و این تصمیم داور خوش نیومد. میخوادم تذکری بده حداقل دو بازیکن رو به آرامش بیشتر دعوت بکنه. اینجا این برخوردی که به زعم آقای امیرسامان سلطانی خطا دیده شد. سی دقیقه سپری شد همچنان 1-0 برای داماش. با سوت داور میتونه ضربه رو بزنه. خیلی هم مکس داره تو انجام این حرکت. با کلی تعلل بالاخره تصمیم گرفت. سیامک علیزاده مجدمی. کریمزاده اصلا کارش جالب نبود. به سختی توپو کنترل کرد. خود مجدمی برای کمک کردن به کریمزاده اومد.
توپو دوباره مال خودشون میکنن. سمت راست فرجیان، یه بازیکن روی زمین هست اما کار دنبال میشه، ارسالش اصلا خوب نیست. ارسال کوتاه دوباره در موج بعدی حمله که تو این لحظات بیشتر تونستن در 1/3 دفاعی حریف توپو بچرخونن. بازیکن خوش طلایی بر زحمت چند متری رو در عرض زمین حرکت کرد. فاضلی به مانورش ادامه داد. ادهمی توپو باز هم پس میگیرن موقتا. بازیکن داماش یه لحظه اونجا نتونست توپو به خوبی کنترل بکنه. مجدمی تحت فشار توپو دور میکنن. حالا کاملا حاکم بر جریان بازی هستن شاگردان ناصحی تو این لحظات. عبداللهی، رحمتی پاس ریسکی و خطرناک کار کرد با عبداللهی، خطا شد، نتونست به خوبی توپو مهار بکنه. یعنی 3 بازیکن گرفتار شده، از آخرم مجبور به ارتکاب خطا شد. اینجا با هم ببینیم همه چیز از اون پاس بد رحمتی شروع شد. 35 دقیقه طلب شده. 1-0 برای آبی پوشان مهمان یعنی داماش گیلان. بازی از سر گرفته خواهد شد با ضربه سینا علیزاده. این چراغای امیرسامان سلطانی میان به نزد اعضای نیمکت نشین داماش که در رأس اونم بیشتر با علی نظر محمدی صحبت میکنن. این مربی دوباره 4م هم میان آقای کیوان علی محمدی. این چراغای زرگر ناظر داوری بازی امروز از داوران پیشکسوت فوتبال ایران که معرف حضور شما میتونن باشن. ارسال بلند، توپ دور میشه. رحمتی سمت راست، فرجیان ریسک نمیکنه و توپو در اختیار فراهانی قرار میده. ارسال بلندش برای حرکت فاضلی که همه جای زمین هم هست، همه جا سرک میکشه و کاملا نقش کلیدی هم داره تو این لحظات برای پخش توپ در زمین حریف. کاپیتان این تیم حسین فاضلی چند متر رو با توپ طی میکنه، هنوز تصمیم نگرفته، خیلی هم کارش بد نبود. حالا موقعیت ایجاد شد تقریبا با 3 پاس سالم. این سمت ادهمی میخواد تقریبا جهت بده، ضربه‌ای که به شکلی فوق‌العاده خطرناک به بیرون میره. بدون شک مهمترین موقعیت و وقت مسلم گلزنی خوشه در این بازی بود. اینجا یه لحظه بر میداره بالاخره یار مستقیم خودشو، یعنی خیلی یه لحظه به نظر میومد نه نوک انگشتان ابراهیم پور دروازه‌بان این تیم اصابتی نداشت. موقعیت مناسب خوب میتونه روی خط حرکت بکنه و با این کارهای مثبت تیم حریف به دردسر بندازه. اینجا فاصلش زیاد نبود با دروازه حریف. ضربه و توپی که علیرضا ادهمی زد نشون میدن که میتونن اونها هم موقعیت زیادی رو به وجود بیارن روی دروازه تیم داماش گیلان. بهروز هوشمند هنوز کسی رو ندیده، خیلی هم از دفاع به حمله و در سیستم انتقال کند عمل میکنه تو این لحظات. بازیکنای خوشه که به مراتب حداقل اگه همین نتیجه در پایان نیمه اول باقی بمونه برای نیمه دوم بهش احتیاج مبرم دارن. بازم کار مفید از دروازه‌بانی که معمولا اینجوری میخوان وقت بازی رو به سود خودشون تلف بکنن. باید تصمیم بگیره سعید ابراهیم پور. ضربه نه چندان خوب، اما تو یک رفت و برگشت توپو صاحب میشن بازیکن خوش طلایی. اگه بده آفساید. ارسال بلند به قصد حرکت فاضلی اونجا باز هم خیلی خوب
برای سومین باره که داره خوب در آخرین نقطه پوشش رو انجام میده. میرزاعلی نمیذاره که حرکات تهاجمی بازیکن خوش طلایی از سمت چپ دفاعی داماش به نتیجه برسه. علیزاده تغییر مسیر میده، در حرکت سر توپ زد. قلیبیگی بازم پشت مدافعان، حرکت زاهد تبار سر توپش چندین بار مسیرشو عوض کرد، پا عوض میکنه، اونجا میخوان که او رو مهار بکنن و خطایی که نزدیک محوطه جریمه اعلام شد به روی زاهد تبار. بارها با این حرکات آزار داده بازیکن خوشه رو که از عوامل جدی همون سانتر اول خیری بود که اومد رو دروازه و همین بازیکن یک دفاع رو با خودش برد، کاملا فضا ایجاد شد و اون گل داماش به ثمر رسید. حالا از فاصله تقریبا مناسب میخواد حسین ابراهیمی ضربه رو بزنه، شاید مستقیم، که بازیکن کاشته زنی هم معمولا نبوده. حالا اون چیزی که از سابقه حسین ابراهیمی داریم، ولی اگه او ضربه رو بزنه شایدم بخواد مستقیم اقدام بکنه از همون فاصله، که میگم زاویه هم خیلی بد نیست. ترجیح میده که فقط با 3 بازیکن که تو این لحظه مسئولیت بستن دیوار دفاعی رو دارن کار بکنه. میلاد فراهانی، اشاره آقای سلطانی به اینکه حالا تجهیزات هم نیست و حداقل اسپری محشبندی هم که وجود نداره، حداقل بزرگترین تذکرشون این بود که جلوتر نیان و فاصله طولی رو رعایت بکنن. حالا با سوت داور میتونه ضربه زده بشه، ببینیم که چگونه عمل میکنه. ابراهیمی مستقیم زد که خوبم نبود. ضربه حسین ابراهیمی توپش با اختلاف بیرون رفت، زننده تک گل بازی این چهره. میتونیم ببینیم با فاصله زیاد میخواست توپو از بغل دیوار دفاعی عبور بده. ابراهیمی که ضربه‌اش جالب نبود. عبداللهی بازم تعلل برای اینکه بهش نزدیک بشن تا بتونه که سری تصمیم بگیره. اشارش به دادمهر بود. عبداللهی که کسی بهش نزدیک بشه برای گرفتن توپ. فرجیان، بهروز هوشمند باز هم در مرکز میدان. کیانوش میرزایی، طراحی حملات با نقشه‌های پرتکرار، یه ارسال بلند نخواهد رسید. این بارم با ارسال‌های بلند بازی مستقیم قصد دارن که حداقل پشت مدافعان حریف رو هدف قرار بدن که شاید استفاده بکنن از این فواصلی که گهگدار بین مدافعان ایجاد میشه، اما موفق نیستن. پرتابش خیلی بد بود اونجا، خیلی توپو پس میگیرن. اشتباه دادمهر که به این سمت، یعنی سمت چپ متمایل شده، رو به عقب. فراهانی، بهروز هوشمند، بازم دو سه بازیکنش نزدیک میشن چون میدونن که سراسیمه میشه و بعضی وقتا اینجوری توپ لو میره. حالا موقعیت هست، زاهد تبار کم کم اضافه میشن. بازیکن داماش سر زد، ارسال به روی دروازه پشت محوطه جریمه. مجدمی از گرد راه رسید و توپو مال خودش کرد. یک دریبل تقریبا زیدانی هم زد. فاضلی دور میزنه، سمت راست میبینه هوشمندو تا اونجا جلو اومده دفاع وسط تیم خوش طلایی. این بازیکن نگه داشته که فکر میکنم آها حالا توپو به بیرون میزنه که به وضعیت چه بازیکنی رسیدگی بشه، چون کسی رو زمین نیست. شاید باد توپم دچار مشکل شده که اینا میتونه مزید بر علت باشه و از این لحظه با بین طرفه میگونه کارو دنبال میکنه آقای امیر سامان سلطانی. مجدمی بازی تک ضربش اعتقاد دارن که میتونسته هند باشه، اما داور چیزی ندیده. میرزاعلی، محمد رستمی، علیزاده، تغییر آهنگ بازی به سمت راست. خیری راحت فضاها رو پیدا میکنن. زاهد تبار سمت راست، موقعیت هست نزدیک محوطه جریمه که این بار ارسال تک ضربش اصلا خوب نیست و با اختلاف توپش به بیرون میره.
اینجا با هم مرور بکنیم. قشنگم خورد، خیلی خط هند بود، از این زاویه کاملا مشخصه، اما آقای امیرسامان سلطانی شاید دیر چرخیدن و نتونستن خوب رصد بکنن جزئیاتو، اما از این زاویه که ما دیدیم کاملا خط هند به نظر میرسید. کیانوش میرزایی هوشمند سمت راست، فرجیان بهش نزدیک میشه، مأمور مهار او یعنی میرزا علی. تو عرض باز میکنه برای مدافع مرکزی عبداللهی، ارسال رو به جلو خوب نبود، سری میخوان در انتقال به حمله سری باشن. موقعیت هست برای تیم داماش، پاس کاتبک که اونجا ندید پشت سره پورمهدی پاس داد، یه لحظه اشتباه فراهانی، آفساید نیست، چیکار دارن میکنن؟ بازیکن خوشه لیز خورد، شانس هم آورد خوشه، بد جایی تعادلش به هم خورد و نتونست شوتو بزنه که اگه میتونست بزنه حتما درد سر مینداخت فراهانی رو. حالا این سم دارن سریع اضافه میشن بازیکن خوشه طلایی، مسلم مجدمی، کیانوش میرزایی، فاضلی با دوندگی بالا، سرعت در جابجایی تا به اینجا او هم یکی از بازیکن‌های فعال تیمش بوده در خوشه. کاپیتان این تیم حسین فاضلی دوباره در ضد حملات با برنامه نشون میده تیم داماش که خیلی سریع میتونن توپو به زمین حریف بیارن. از سمت راست یه پاس رو به جلو برای پورمهدی، حالا ارسال رو به جلوش که اونجا لحظه عرض زمین رو طی میکنه اون سمت، چه کسی پوشش رو انجام میده با زرنگی، خیلی خوب یه اوتو گرفت برای تیمش فرجیان و نذاش حمله بازیابی بشه برای داماش. محمد رحمتی نگه داشته، بازم بازی رو به عقب، علیرضا اطهمی با آرامش زیاد، بازی تقریبا تأخیری از سوی بازیکن خوشه طلایی که فعلا تو این لحظه نتونستن نزدیک حتی دروازه حریف بشن. پشت مدافعان آفساید خواهد بود، بله پرچم کمک بالا رفته، اصرار به بازی بلند و هدف قرار دادن پشت دفاعی تیم حریف که تا به اینجا خیلی حداقل در تله آفساید موندن. بازیکنی مثل دادمه و به خصوص کریم زاده تونستن این نقشه رو خنثی بکنن. شاگردان نظر محمدی تو این لحظه هم رأس 45 دقیقه به سود خودش میدمه. داور اول این چراغای امیرسامان سلطانی 1-0 تیم داماش موفق میشه نیمه اول رو ببره. استراحت 15 دقیقه‌ای خواهیم داشت ان شاءالله در نیمه دوم همراه شما عزیزان هستیم. وقتتون بخیر. خب جا داره که تبریک بگم خدمت شما بینندگان محترم. تا این لحظه بازی تونستیم پیروز این دیدار باشیم، هرچند واقعا با بازیایی که از داماش دیدیم تا اون سوت پایانی بازی نخورده واقعا نمیتونیم با هر نتیجه‌ای که داریم دلخوش باشیم. میمونیم نیمه دوم رو هم پشت سر میذاریم، بعداً خوشحالی میکنیم دوره هم. فقط این رو خدمتتون بگم که تا این لحظه نتایج همزمان شهرداری آستارا 2-0 از شهرراز جلوه، دریای بابل با پارس جنوبی جم 0-0 و شاهین بندر آمری هم با چادرملوی اردکان اونم مساویه. به نظر میاد که حالا برای بابل یک پنالتی گرفته شد، حالا نمیدونم گل زدن یا نزدن، مثل اینکه نزدن. حالا اگر نتایج تغییری کرد حتما من اینجا نتایج همزمان رو براتون میخونم، جدول رو هم حتما آپدیت میکنیم و بین نیمه توی کانال منتشر میکنیم که تا این لحظه وضعیت جدول به چه شکلی. اگر اشتباه نکنم با وضعیت فعلی اگر نتایج به همین شکل بمونن ما از منطقه سقوط خارج میشیم و این یک اتفاق بسیار خوبه برای ما. خب آستارا مثل اینکه سومی رو هم زد، یعنی آستارا 3-0 از
حریف خودش پیش افتاده در خونه خودش که میتونیم بگیم تقریباً اون بازی تموم شده است و با پیروزی آستارا به پایان میرسه. میمونه بازی دریا و شاهین بندرآمری که فعلا مساوی هستن که این کاملا به سود ماست و با این نتیجه میتونیم امیدوار باشیم که داماش گیلان به همراه شهرداری آستارا در لیگ 1 بمونن. البته همه چیز بستگی بازی هفته پایانی هم داره. فعلا با نتایج فعلی عرض میکنم با این نتایج شهرداری آستارا و داماش گیلان میمونن و سه تیم دیگه که میشن خوش طلایی و بندرآمری و دریای بابل سقوط میکنن. حالا به هر حال امیدواریم که هرچی پیش آمده خوبه برای داماش پیش بیاد. نیمه اول رو دیدیم دیگه، حسین ابراهیمی یک گل قشنگ به ثمر رسوند و ما را جلو انداخت و موقعیت‌های زیادی هم از دست دادیم. خوشی به اون صورت حالا موقعیت خیلی جدی نشه، یه دونه موقعیت خیلی خوب داشتن که اونم از دست دادن. امیدواریم به هر حال نیمه دوم هم به همین شکل پیش بره. یه خورده کامنت‌های شما رو هم بخونم. چقدر کامنت داریم؟ ببینیم چی نوشته اینجا. من نتایج اول اینجا براتون توی چت یوتیوب هم بذارم که دوستانی که میان یه خورده گیج نشن. از این دارم چت رو آپدیت میکنم. رضا نیکی نوشته که اگه عقب نکشیم میبریم. یکی نوشته که از نظر محمدی حمایت کنید. یکی دوستان نوشتن که آستارا گل سوم هم زد. بله اینجا آپدیت کردیم. کامنت خاصی نیست، بیشتر در خصوص همون جو بازی نوشته شده توی چت. یه تشکری هم بکنیم از این حدود 900 نفری که تا این لحظه اومدن و بازی رو دیدن و حدود 100 نفر بیننده‌ای که به صورت آنلاین همین الان دارن از یوتیوب این لایو رو تماشا میکنن. بازی داماش برای اون دوستانی که تازه اومدن به اون ملحق شدن خدمتتون بگم که 1-0 داماش نیمه اول رو برد توسط گل حسین ابراهیمی در دقیقه 19. خود گل رو هم توی یوتیوب گذاشتیم، میتونید همین الان برید ببینید. توی اینستاگرام هم گذاشتیم. به هر حال ما مثل شما امیدواریم که به هر حال داماش نیمه دوم رو هم به همین شکل به پایان برسونه. بقیه تیمام نتیجهشون همینطوری بمونه یا حتی شکست بخورن تیمای پایین جدولی که بتونیم توی لیگ 1 باقی بمونیم. بعضی از سایت ها نوشتن که بابل گل زده. بله، دریای بابل متاسفانه پنالتیش رو گل کرد. در واقع باید بگیم که دریای بابل 1 پارس جنوبی جمع 0 و این چندان به سود ما نیست. امیدواریم که به هر حال پارس بتونه در نیمه دوم گل بزنه. نتایج اگر به این شکل بخوام پیش برن که ما 16 هم باقی میمونیم و جزء تیم‌های سقوط کننده خواهیم بود. به هر حال ما باید بازیمون رو ببریم، نباید فراموش کنیم که یک بازی دیگه مونده، بازی خونگی برای ما و بازی خارج از خونه برای رقبامون. امیدوارم که به هر حال ما حداقل بازی خودمون رو ببریم که حالا چه در نیمه دوم نتایج بخوان تغییر کنن چه در هفته آینده بتونیم سهمیه‌مون رو توی لیگ 1 حفظ کنیم. بله پنالتی زد ما اینجا. حالا گویا گل‌های دیگه‌ای هم مثل اینکه بابل زده که
دوستان اینجا نوشتن براشون آفساید گرفته شد. یه لحظه ببینم دوستان اینجا چه اشاره‌ای دارن میکنن، کامنت ها رو من بخونم. خب یکی دیگه از دوستان پرسیده که بابل هفته آخر با کی بازی داره؟ بابل هفته آخر با چادرملو بازی داره توی زمین چادرملو و چادرملویی که الان برای دومی در تلاشه احتمالش خیلی زیاده که بازی آخرش رو بخواد سفت و جدی بازی کنه. البته بستگی به بازی امروزش هم داره. اگر امروز در واقع صعودش قطعی بشه که خب ممکنه بازی آخر براش تشریفاتی بشه و این به ضرر ما میشه. ولی به هر حال با چادرملو بازی داره که تیم در حال حاضر دوم جدوله. متاسفانه ما هفته پیش نتونستیم اون پیروزی که مد نظر هممون بود رو به دست بیاریم دیگه. بازی رو مساوی کردیم. اگر اون بازی رو واقعا می‌بردیم همه چیز دست خودمون می بود، ولی با این شرایطی که پیش اومده متاسفانه حتی اگر این بازی رو ببریم و بازی بعدی هم ببریم، اگر بقیه تیم ها هم ببرن ما شانسی نداریم و یه ذره سرنوشت اون دست خودمون نیست. وضعیتی که به هر حال الان داریم. من کماکان دارم کامنت های شما رو میخونم. خب آره میگم منتها به شرطی که چادرملو امروز صعودش قطعی نشه، چون اگر چادرملو امروز صعودش قطعی بشه بازی آخر براش تشریفاتی میشه و ممکنه با بازیکنایی که کمتر بهشون بازی رسیده بخوام بازی بکنن. سجاد جان آخه میدونی چه فوتبال دیگه به سمت حرفه‌ای شدن داره پیش میره و اینطوری نیستش که بگیم با روحیه و نمیدونم این حرفان بشه نتیجه گرفت یا نگرفت. روحیه و تشویق و نمیدونم اینا همشون چیزای جانبی هستن. اصل ماجرا اینه که ما باید بازیکنای خوب داشته باشیم، باید از نظر فنی خوب باشیم، باید ساختار مدیریتی درست داشته باشیم، باید پول مناسب داشته باشیم. اینطوریه که تیم ها میتونن نتیجه بگیرن. بله تشویق و نمیدونم روحیه و اینا تاثیرگذار هست ولی چیز اصلی نیستن. به هر حال امیدوارم که بمونیم. کی بعدش میاد که بمونیم. حالا یه اتفاق مثبتی که افتاده، یکی از بچه‌ها اشاره کرده، الان فجر بازی خودش رو 1-0 جلوه تا نیمه اول و شاهین بندرآمری و چادرملو اردکان هم همین بازی که خدمتتون گفتم که 0-0 مساویه. این نتایج به همین شکل بخوام بمونن چادرملو مجبور میشه که بازی آخرش رو توی زمین خودش حتما ببره و این از این نظر میتونه به سود ما باشه. البته میگم تا نیمه اول به هر حال نتایج به این شکل بودن و حالا باید ببینیم که توی نیمه دوم چه اتفاقی میفته. ستاره رشید، حالا اسم اکانت نمیدونم ستاره است یا رشید یا جفتشونن، مزه واقعا نداره این سقوط کردن و اینا. حالا نمیدونم ما ترجیح میدیم که پولدار باشیم و امکانات خوبی داشته باشیم، در لیگ برتر باشیم، جایگاه خوبی توی لیگ برتر داشته باشیم.
همچین هم مزه نمیده. نه سقوط کردم از زیاد باهات موافق نیستم. بالا پایین رفتن، استرس داشتن زیادم مزه نداره واقعا. حالا من این لایو رو نمیبندم که همینجا بتونیم به چت کردن ادامه بدیم. من خودم میرم کاور و بازی رو میذارم به محض اینکه بازی شروع بشه، حالا یا یه خورده قبل‌ترش حتما برمیگردم که در مورد بازی بازم بخوایم صحبت کنیم. فعلا خب دوستان برگشتیم. بازی گویا شروع شده، هنوز تصویر از استادیوم دست ما نرسیده. یه تصویر نصف و نیمه از باشگاه رسیده که مدام قطع میشه. شبکه خراسان هم هنوز گویا پخش بازی رو شروع نکرده، هنوز داره اخبار پخش میکنه. به محض اینکه تصویر استیبل بیاد حتما برشون پخش میکنیم. شبکه خراسان شروع نکردن؟ نه شبکه خراسان شروع نکرد. بریم از باشگاه فعلا ببینیم. صدای اون چیزو بی زحمت میوت کنید، صدای خراسان رو. به محض اینکه حالا شبکه خراسان هم شروع کنه ما حتما از شبکه خراسان پخش میکنیم. فعلا بریم همین چیزی که هست رو تماشا کنیم. خب شاهد تصویر بازی هستی، تصویر نسبتا بی‌کیفیتی که از اون بالا داره گرفته میشه. داماشیای آبی پوش و خوش طلایی قرمز و مشکی پوش. متاسفانه هیچ صدایی هم نداریم. کیفیت تصویر هم چندان جالب نیست. به هر حال از هیچی بهتره دیگه، حداقل بازی رو میبینیم که در جریانه. یه موقعیت برای بازیکن‌های خوشش ایجاد میشد که بازیکنامون دفاع میکنن. من تصویر به قدری دوره بازیکن‌ها رو به خوبی نمیتونم تشخیص بدم. حالا همکاران لطفاً چک کنن اگر تصویر شبکه خراسان پخش شد که لطفاً اطلاع بدن که بتونیم سویچ کنیم. تا این لحظه متاسفانه تنها تصویری که داریم همینه. کاملا مشخصه که در نیمه دوم بازیکن‌های خوش طلایی جلو کشیدن، چیزی ندارن که از دست بدن و این ماییم که باید از فرصت‌ها و کشت آن را حاجی خانوم فرصت‌هامون استفاده کنیم. یه صدایی از شبکه خراسان اومده بود توی پخشمون، همونطوری که شنیدید در حال هنوز بازی در حال پخش گویا نیست. آره اخبار دارن پخش میکنن. بازی رو میبینیم که در میانه زمین متوقف شده بود. الان بازیکن‌های خوشه بازی رو شروع کردن، در زمین خودشون کار میکنن. از سمت راست ما پایین تصویرم که مثلا نداریم. چقدر تصویر عجیب و غریبیه. همینجوری باید حدس بزنیم که بازی چطوری در جریانه. حالا از همکارا خواهش میکنم که مدام چک کنم اونجا صدا و تصویر متفاوت و صدا و سیمایی هر زمان که وصل شد ما میتونیم تصویر رو سویچ کنیم. واقعا اینجوری دیدن بازی چندان جالب نیست. خب یه خبر خوش بدم به کسایی که از همینجا دارن بازی رو تماشا میکنن. بازی دریای بابل مساوی شده و یه خبر بسیار خوبه برای ما. چه خبری از این بهتر؟
ما تمام تلاشمون رو بکنیم بازی رو ببریم. عرض کردم ما اگر این بازی رو ببریم کماکان فارغ از هر نتیجه شانس برای موندن داریم. امیدواریم به هر حال نتایج به همین شکلی در برخی نقاط استان عجم شهرستان‌های کلان. اینم که کماکان صدای شبکه خراسان بود. شنیدید باز داشت اخبار پخش می‌کرد و تصویرشون رو هنوز پخش نکردن. این چه عادت بدیه که فوتبال رو پخش می‌کنن بعد بینش میان اخبار پخش می‌کنن و فوتبال رو ادامه نمیدن. واقعا خیلی بده. خب همین تصویر آپاراتمونم. خب تصویر چیز داره میاد، مثل این که بی زحمت اگر سویچ بکنید ممنون میشم. گویا تصویر شبکه مشهد داره وصل میشه. اینو سویچش رو لطفا سریعتر انجام بدید که بیننده ها بتونن بازی رو از شبکه نیامد. خب تصویر بله همکاران دارن زحمت میکشن. اینو کلا ببندید بی زحمت، بریم بازی رو بشنویم و ببینیم. بسیار عالی. فول اسکرین لطفا. و بله این هم پخش بازی داماش گیلان و خوش طلایی فعلا مشهد. خبر بودیم و تعویضی صورت نگرفت و با همون بازیکن‌های سابق که در نیمه اول حضور داشتن دو مربی، یعنی آقای نظر محمدی برای داماش و هم آقای محمد رضا ناصری برای خوش طلایی، بازیکناشون رو به زمین فرستادن تا ببینیم که در نیمه دوم چه اتفاقی میفته. در این نیمه خوش طلایی در سمت چپ و داماش در سمت راست گیرنده های تلویزیون شما عزیزان. موقعیتشون کاملا محرز است. میرزایی برای خوش طلایی، صاحب تو در مرکز میدان، ارسال بلند، تو یه لحظه بر میگرده کریمزاده. بیشترم برای استفاده از توپای بلند در پیکان و کملز و استفاده شده تا به اینجا و خیلی هم به اون صورت کارایی نداشته. تو این لحظه با تأخیر این چهره آقای امیرسامان سلطانی پرچم کمکش رو تایید میکنه و خطا رو اعلام کرد به روی بازیکن خوشه به این شکلی که ملاحظه میکنید. اینجا تکلش دنبال دار بود، توپو رد کرد فاضلی، اما در ادامه تکلش کاملا خشن به نظر رسید و خطابری فاضلی اعلام شد. یک بازیکن هم اون سمت برای داماش گیلان رو زمینه که حالا میتونه کارو دنبال کنه. ظاهرا حسین ابراهیمی زننده تک گل بازی تا به اینجا در نیمه دومم، در حالی که چیزی اولش 10 دقیقه رو سپری کردیم، بیشتر مهاجم بوده تیم خوش طلایی و البته چیز خاصی رو هم از دست ندادین در این اولش 5-6 دقیقه که شما عزیزان مسابقه رو تماشا نمی‌کردین و اتفاق آنچنان جدی هم رخ نداد. ارسال بلند، موقعیت برای خوش طلایی، ضربه سری که اونجا میزنه و توپو با آغوش میکشه سعید ابراهیم پور. این دروازه‌بان توپ ناگهان ارتفاع گرفت و برای همین تونست توپو به درستی مهار بکنه. حالا فشار رو تو این نیمه سنگین‌تر میکنن و حلقه حصار تنگ و تنگتر میشه از سوی بازیکن‌های خوش طلایی بر روی دروازه داماش. ارسال بلند به قصد صاحب توپ کردن زاهد تبار. اینجا با هم ببینیم ارسالی که اینجا انجام شد، اثرگذاری نصف و نیمه از بهروز هوشمند که توپش در اختیار فراهانی قرار گرفت. فاضلی فضای خوبی هم گیرش اومده، موقعیت هست برای خوش طلایی که پاسش خیلی محکم بود و
این حرکات نمیتونه معمولا با توجه به اینکه سرعت بالایی هم نداره کریمزاده خوب انجام بده. این چهره پاسش به جایی نرسید. میگم بازیکن مهاجم تخصصی نیست کریمزاده و با توجه به اینکه عناصر هجومی زیادی هم حتی برای نیمکت نداره ناصحی، همانند هفته‌های گذشته که مربیان گذشته خوش طلایی هم خیلی روی این تاکتیک اصرار داشتن که کریمزاده رو در نوک حمله مورد استفاده قرار بدن، میبینیم که ناصحی هم این کار رو مجبوره که انجام بده. پرواز بلند، خطایی نیست بر روی قلیبیگی. سمت چپ ادهمی، رحمتی باز میکنه به راست برای فاضلی. کار ترکیبی خوب، یک مثلث شکل گرفت اما به جایی نرسید. این هماهنگی تو موقتا برمیگرده. دوباره صاحب توپ میدان قرمز و مشکی پوشان خوش طلایی. هوشمند، فاضلی پا به توپ رو به جلو حرکت میکنه، رو دستش داشت، بالا انتخاب کرد، ادهمی رو به عقب. دوباره یه لحظه باز پس کیده توپ از سوی بازیکن‌های داماش. ارسال، موقعیت مناسب، تقریبا داره تک به تک میشه، کسی هم اونجا بهش نزدیک نشده. حالا بقیه میرسن، پاشا اونجا مقابلش قرار داده. لحظه رحمتی دور میزنه، زاهد تبار فرصت برای داماش ضربه که در ادامه رستمی زد و به خوبی برمیگردونه فراهانی. بالاخره اولین موقعیت تقریبا جدی نیمه دوم رو هم دیدیم از بازیکن‌های داماش که باز هم برای ضد حمله خواستن تهدید جدی باشن برای دروازه خوش طلایی. هوشمند، سینا عبداللهی اون سمت فضای خوبی هم داره، ادهمی نگه داشته، فعلا حرکت هم کرده بود از سمت راست. فرجیان کسی رو ندید، با پاسای کوتاه آرام به قصد نفوذ به دروازه حریف. ارسال بلند، توپو به خوبی کنترل میکنه کریمزاده، نزدیک محوطه جریمه سر توپ میزنه. فاضلی رو به عقب، دادمهر پشت محوطه جریمه. دفاعی چند لایه و نفوذ ناپذیر داماش اونجا مانع است. بازی سازی بازیکن خوشه میشه. دوباره صاحب توپ هستند. دادمهر در لحظه میخواست دریبل دو طرفه بزنه، خطا است یا نه کاملا با دستش شارژ میکنه بازیکن داماش رو. حالا اولین تغییر این بازی برای داماش میخواد صورت بگیره. سپهر سیمانپور میخواد به زمین بیاد برای داماش. اینجا خطا کاملا درست از ادهمی و حسین ابراهیمی که اونجا هم با تلاش زیاد میخواد او رو سریع به بیرون از زمین بدرقه کنه. فرجیان اینجا پاس رو به عقب زاهدپور و این ضربه سر ضربی که موقعیت تقریبا مناسبی رو برای داماش به وجود آورد. ارسال بلند با سر صابون اونجا برای حرکت زاهدپور. پور مهدی که تصمیم گیری از رحمتی تو یک فعل و انفعال باز هم صاحب توپ میشن بازیکنای داماش گیلان. زاهدپور تکنیکشو بارها و بارها به رخ کشیده و تونسته در مسافه نفر به نفر موفق عمل بکنه. دوباره پور مهدی یه پاس در عرض که اونجا اصلا خوب نیست، توپش یه جوری شوت بود عملا و سانترش به جایی نرسید. تا لحظه آخرم اونجا تعقیبش میکرد و مزاحمش شده بود. هوشمند و نذاش کارشو به درستی انجام بده. یک ساعت از زمان بازی پشت سر گذاشته شد. همچنان دست برد رو تیم داماش داره. قلیبیگی سمت چپ، بلال میرزا علی بازی رو قدری آرومتر میکنن. سری میخوان با یک پرس فشرده توپو از مالکیت حریف پس بگیرن. این چهره میثم کریمزاده. خوش به تصویر میبینید علی نظر محمدی رو که یکی از مهمترین ربطاش به مشهد همینه که مدرک آیاسی خودش رو از همین مشهد گرفته. علی نظر محمدی آقای فرزینفر ناظر سازمان لیگ
ایشونو در کنار زمین دیدید. آقای علی محمدی هم هستند، داور چهارم. بازی متوقف شده، میبینید آقای کیوان علی محمدی رو. حالا ظاهرا تاییدیه صورت میگیره و حالا چرا و چه دلیلی برای این وقفه در بازی بود، به هر حال شاید در تعویض اتفاقی افتاده، حالا تایید و در نهایت تصریح میشه عمل داور چهار با نظری که از ناظران پرسیدند و به هر حال بازی از سر گرفته شد. بهروز هوشمند، رحمتی، کیانوش میرزایی خیلی عقب میاد تا مبادا باز هم همانند نیمه اول که در اوایل مسابقه زیاد فشار رو بر روی مدافعان مرکزی خوش می آوردن داماشیا. حداقل الان میبینیم که اون فاصله بین خطوط در نزد بازیکن خوشه کم و کمتر شده با حضور فعال بازیکنی مثل میرزایی و همین محمد رحمتی. فرار و نفوذ رو به جلو، حالا انتخاب میکنه فرجیان رو به عقب. دوباره فرجیان فرصت نکرد به چرخ و توپو رو به جلو حرکت بده. ابراهیم پور مزاحمش شده اونجا. بازیکن خوشه توپ رد میشه. بهروز هوشمند تا اینجا درصد مالکیت توپ هم کاملا مشخصه که تو این لحظات به نفع خوشه است و توپ میدان رو در اختیار دارن، اما نمیتونن استفاده بهینه از این مالکیت ببرن. عبداللهی باز هم همون اتفاقی که در نیمه اول چند بار شاهدش بودیم، ارسال دیر هنگام توپ از آخرین نقطه دفاعی خوش طلایی به زمین حریف و به قصد صاحب توپ کردن مهاجمان این تیم. شاید در ادامه هم حتما تعویضای خوشه بتونه که قدری گره رو از کار این تیم باز بکنه. داماشی هم که فعلا در دفاع تا به اینجا میگم به اون صورت هم تحت فشار قرار نگرفته، به غیر از چند موقعی که حداقل در نیمه اول دیدیم به اون صورت یه خوشه نتونسته تیم داماشی به درد سر بندازه. فاضلی نتونست توپو مهار کنه، به کمکش اومد یه لحظه اونجا مسلم مجدمی. حالا فضای خوبی داره ایجاد میشه، نگه میداره میرزایی، دور میزنه تا بهترین بازیکن رو پیدا بکنه. فاضلی توپ از بین پاش عبور کرد، توی رفت و برگشت، درگیری 2-3 بازیکن در میانه میدان برای گرفتن توپ، به هر زحمت توپ مال خودش میکنه محمد رستمی. بازی باز میشه به راست. لطف خدا، رستمی به خوبی میبینه زاهد تبار رو، همدیگه رو خوب پیدا میکنه. حالا کاملا فضا ایجاد میشه این سمت، موقعیت بسیار مناسبی هم داره میرزا علی. فعلا تک و تنها خودش به قصد نفوذ به دروازه حریف موقعیت هست برای تیم داماش. چی کار داره میکنه؟ چه مانوری هم داد، همه رو به هم ریخت. یه لحظه چی کار کرد سپر سیمانپور، بازیکن تازه به میدان آمده. موقعیت مناسبی که ایجاد شد و باز هم فراهانی به خوبی واکنش نشون داد. به سمت راست بازی هدایت میشه. 1-2. حالا یک فرار انفجاری، خطا است یا نه؟ بله، خطا رو اعلام میکنه آقای امیر سامان سلطانی. شانس آورده که حالا رنگ کارتم خیلی بد نیست، هرچند که از یک موقعیت مسلم به زعم ایشون جلوگیری شد و این پنالتی برای داماش به دست میاد. حالا تو این بحبوه بازیکنای خوشه کارت زرد مفت میگیرن. اینجا این پایی که پرتاب کرد داور مجاب میکنه که خطا رو اعلام بکنه. اصلا هم موافق نیستن با نظر داور، احاطه کردن داور رو. صحبت‌های شدید و لحن فاضلی. آها، اون هم کارت زرد میگیره فکر میکنم، اگه اشتباه نکنم
فرجیان بود که او هم تو اون لحظه اعتراض میکرد. یه کارت زرد او گرفت به دلیل اعتراضه بعد از ارتکاب خطا. هنوزم دارن مشاجره میکنن با داور، اما دیگه تصمیم داور بر نمیگرده. فراهانی، دوستان من لطف کنن دوباره به تصویر بکشن نحوه بروز خطا رو. فکر میکنم رو همین بازیکن مرتکب خطا شدن، یعنی سپر سیمانپوری که با ورودش به زمین خیلی اذیت کرد. یه موقعیت هم چند دقیقه قبل ایجاد کرد که با واکنش مثبت و درست فراهانی مواجه شد. حالا باید ببینیم که در این امتحان سخت این دروازه‌بان چه میکنه. دیگه داماش اگه گل دومو بزنه خیلی کار سخت میشه برای خوشه‌ای که میگم ریتم بازیشون هم ریتم خیلی تهاجمی و با تاکتیک منحصر به فردی نبود. قبل از این اتفاق مهم شماره 8 سیامک علیزاده میخواد ضربه رو بزنه. اشاره داور به استقرار درست بازیکنان دو تیم پشت محوطه جریمه و اینکه به هیچ وجه زودتر از سود وارد محوطه جریمه نشن و تا قبل از زدن ضربه ببینیم چه میکنه این بازیکن. حالا اجازه ضربه زدن داره، حرکتش رو به جلو، ضربه رو میزنه و خیلی هم راحت کاملا برخلاف جهت پرش فراهانی توپ در درون دروازه قرار میگیره. نتونست مسیر توپشو تشخیص بده فراهانی و گل دوم به ثمر میرسه برای این بازیکن و تیم داماش، یعنی سیامک علیزاده. با هم میتونیم ببینیم که بدون مشکل چند تا مکس ریز به این شکل ناکام میذاره و فریب میده میلاد فراهانی رو. حالا بازی 2-0 میشه و دیگه خوشه شاید فاصله ای نداره تا سقوط به دسته دوم. اینجا در حالی که داریم نزدیک به 70 دقیقه رو هم سپری میکنیم. خوشحالی بازیکن داماش که میدونن که گل ارزشمندیه و سه امتیاز این بازی خارج از خانه چقدر میتونه به کمکشون بیاد، به خصوص در هفته آخر که دو تیم بازی سختی رو هم دارن. داماش در خونه میزبان سایپاس و خوشه هم در دیدار فوق‌العاده سخت، خیلی سخت به مصرف تیم نفت مجلس سلیمانی میره که تو همین هفته گذشته هم مدعی بود، اما خب دیگه کم کم سایپا و نفت مجلس سلیمان تقابل و جدال صعود رو به تیم‌های مثل خیبر و چادرملا و فجر سپاسی واگذار کردن. که حالا به هر حال خیبر خرم‌آباد هم با مربی مشهدی این تیم آقای مهاجری صعودش به لیگ برتر زودتر از اینها مسجل شد. بازی از سر گرفته میشه. حالا شاید روند بازی هجومی تیم خوش طلایی تغییر بکنه و یک ذره تکاپوشون بیشتر بشه برای اینکه حداقل اختلافو کم بکنن و شاید به بازی برگردن. دو گل که اصلاً براشون نمیتونه افاقه‌ای بکنه، برای پیروزی به زمین اومده بودن که کارشون از همون اول با مشکل مواجه شد. 70 دقیقه کاملا سپری شد. توپ رد میشه، باسم رحمتی رو به جلو، اثرگذاری اونجا این شارژی که انجام داد، اعتراضم نمیکنه و سریع صحنه خطا رو ترک میکنه میرزا علی و با کارت زرد داور مواجه شد. ببینیم تو این صحنه عملاً 2-3 بار اینجا یک شوک داد و خطا به درستی اعلام میشه. حالا فضای شوت زنی داره میرزایی، از همونجا ضربه‌شو میزنه که توپش اصلا جالب نیست و با اختلافی بسیار زیاد از بالای دروازه داماش به بیرون میره. سعید ابراهیم پوری که ضربه شوره مجدد رو میزنه که تو این بازی هم خیلی میگم بگونه بازی سختی رو نداشت و روز دشواری رو تجربه نکرد.
این شلیک و ضربه‌ای که میبینید که بدون هدف و با دقت کم به بیرون رفت. بازی رو متوقف میکنه آقای امیرسامان سلطانی. میان به کنار زمین، حتما باز هم میخوان تذکراتی رو بدن و شاید نکاتی دارن. ایشون آقای زرگر هم هستن نزدیک به صحنه. شاید از جناح تماشاچیان اتفاقی رخ داده که یا سیستم رادیویی ایشون رو میخوان درست بکنن. به هر حال هر چیزی که هست تو این لحظه داور بازی رو متوقف کرده. چون لحظه شنیدم که آقای زرگر میگفتن که شاید حالا قصد ادامه بازی رو ندارن، حالا نمیدونم، ولی دارن برمیگردن آقای امیرسامان سلطانی. یک نکته هستش که فعلا داور بازی رو متوقف کرده. میبینید ادهمی رو به غیر از همون موقعیتی که ادهمی نیمه اول یک شوت عجیب زد و خیلی اون ضربه میتونست کمک کنه به تیم خوشتری، چیزی دیگه این ندیدیم از تیم قرمز پوش میدان که با توجه به حساسیت‌های این روزهای لیگ دسته اول و نزدیکی تیم‌ها در پایین جدول انتظار به مراتب بازی هجومی‌تر و جذابتری از این تیم میرفت، با توجه به اینکه فاصله هم ندارن تو سقوط به دسته پایین‌تر. به هر حال بعد از مکسی زیاد شاید شرایط میخواد مهیا بشه برای ادامه بازی. نکته رو ابلاغ کردن آقای امیرسامان سلطانی. حالا تو همین لحظه تعویضم انجام میشه برای داماش. کمیل حیدری به زمین میاد به جای قلی بیگی. این تعویض انجام میشه، تعویض تا حدودی با فلسفه تدافعی برای استحکام بیشتر در اینکه داماش کمترین دردسر رو تجربه کنه در ادامه کار. تعویضم اونور برای خوش طلایی که دروازه‌بان تعویض میشه. کسرا همتی شماره 44 دروازه‌بان 2 تیم خوشه به زمین میاد. با توجه به این دو گلی که تیم خوشه عقبه همچین تعویضی، حالا شاید به خاطر اینکه حداقل بیشتر گل نخوره خوشه، وگرنه که اون سازماندهی تهاجمی و رسیدن به دروازه حریف طبیعتاً تعویضهای دیگر رو میطلبید که حالا تو این لحظه آقای ناصری همچین تدبیری رو اتخاذ میکنن برای تغییر در چارچوب دروازه. و کسرا همتی به زمین اومد، نتونست تو این بازی خیلی خوشه اتفاق خاصی رو فعلا رقم بزنه. سمت چپ پاس نه چندان جالب و فاصله طولی بسیار زیاد. دو بازیکنی که تا لحظه آخر نفهمیدن توپو کدومشون باید صاحب بشه. ادهمی و میرزایی رو عرض میکنه رو به عقب. علیزاده که از روی نقطه پنالتی گل دوم داماشو زد. سمت چپ تلاشه بازیکن خوشه برای رسیدن به دروازه حریف که فعلا به جای ختم نشده. عبداللهی، مجدمی رو به جلو همدیگه رو خوب پیدا میکنن. تکنیکش هم بد نیست. فاضلی دور زد، توپو در اختیار میرزایی قرار داد. و سری بالا باز هم به قصد نفوذ با ارسال مستقیمی سر توپ میزنه. موقعیت هست برای خوش طلی، رو پای چپش بود. ضربه‌ای که مجتبی خسروی میزنه این چهره که او هم به زمین اومده. میتونیم ببینیم اینجا خیلی خوب دو بازیکن فریب داد. تغییر مسیرش خوب بود اما ضربش کمجون بود و درازکش و بدون دغدغه خاصی توپو مهار کرد ابراهیم پور. عقبم نکشیده تیم داماشو، میدونی که میتونه همچنان
به حملات خودش ادامه بده سمت راست، فضای مناسب، حرکت رو به جلو، یک نگاه به داخل محوطه جریمه، هنوز تصمیم نگرفت. حالا ارسال بلند و همتی بدون مشکل توپو مال خودش میکنه، سریع با یک پرتاب برای یار همتیمی. توپو دوباره از جریان مالکیتی خوشه جدا میکنن شاگردان علی نظر محمدی. سیامک علیزاده، آرمان لطف خدا، یه لحظه قطع ارتباط. جنگندگیش واقعا خوب بوده در تیم خوشه. فاضلی از سر توپ از مجدمی، این بار هم خطا. از بازیکن فعال کاملا در خدمت تیم بوده کاپیتانشون فاضلی، همه جای زمین حضور داشته و به مراتب بازیش به چشم اومده نسبت به سایر بازیکنان. دور میزنه رحمتی. سینا عبداللهی، آخرین فرصت ها در حالی که کمتر از 15 دقیقه تا پایان وقت معمول زمان باقی مونده و چند دقیقه به خاطر اون وقتی که داور ایجاد کرد شاید بعدش وقت تلف شده این بازی داشته باشه. سرعت بالا، حرکت پورمهدی، تک و تنهاست، دو سه بازیکن کم تعداد تو این لحظه ظاهر میشن. بازیکنای داماش بازی رو نگه میدارن و خیلی هم نمیخوان تو این لحظات به آب آتیش بزنن. سمتوزو گرفتن و اندوخته مناسبی هم دارن برای حفظ نتیجه و کسب هر امتیاز این بازی. سمت چپ حالا زاهد تبار، کسی اون رو اصلا تعقیب هم نکرد و چه گل راحتی زد. داماش سومی رو هم میخوره تیم خوشه طلایی، در حالی که هیچ کسی مأمور مراقبت از زاهد تبار نبود و این دیگه عملا تیر خلاص بود. خوشه‌ای که حالا کورسی و امید رو از دست میده برای برگشت. اینجا یه لحظه اشتباه چیکار میکنه واقعا به روز هوشمند، به هوای چه کسی رها کرده بود بازی رو. اینجا همتی فریب خورد، راحت جا میذارش و دیگه دروازه خالی بدون شک براش باز کردنش دشوار نخواهد بود. اینجا یه لحظه هوشمند به گمان اینکه میاد بیرون رحمتی خروج میکنه، عین یک سویپر، اما اینجوری نبود، تصوراتش کاملا باطل بود. هوشمند و گل سوم راحت به راحت‌ترین شکل ممکن تیم خوشه. با هم ببینیم دوباره اینجا اشاره میکنه که بیاد بیرون، اما خب دیگه دیر شده و زاهد تباری که خیلی هم با دریبلای خودش اذیت کرد از اول بازی و حرکاتش کاملا باید بیشتر از اینها زیر نظر بازیکن‌های خوشه می بود که به هر حال نبود. بازی 3-0 میشه برای داماش. هنوزم میل به هجوم دارن با اینکه 3 گل زدن و تشویق‌های مکرره. نظر محمدی نتیجه ایدئال رو گرفته و دست پر. داماش مشهد رو ترک خواهد کرد و امیدوار خواهد بود به بقا در لیگ دسته یک، چون میگم با این حساسیت‌های جدولی و اینکه دو تیم کاندیدای سقوط بودن، داماش نهایت استفاده رو برد و ارزش‌های سه امتیازی بازی رو کاملا درک کرده بود. میرزا علی اونجا یکی دو بازیکن بهش نزدیک شدن، در حدی که فقط تم یک پرتاب اوت بده و نظر که حرکتش دنباله دار باشه. امیر حسین عبدی هیدری بازیکن تازه به میدان آمده برای داماش، او هم ریزنقش نشون داده و چندانی چند بار با حرکات خودش بازیکن خوشه رو تحت فشار گذاشته. از دو بازیکن دیگه در ترکیبش رونمایی میکنه ناصحی. محمد ناصر صفا به زمین میاد و همینطور علیرضا حیدری، دستش هم رو نیمکت خیلی باز نیست، وگرنه حتما زودتر از اینها دست به تغییر میزد. ناصحی دیگه آخرین شانسای خودش رو امتحان میکنه. این چهره بازیکنی خیلی دوید، واقعا هم جایی که تونست تلاش کرد. کاپیتان این تیم فاضلی رو دیدید به زمین میاد این بازیکن جوان، یعنی
علیرضا حیدری شاید یک ذره جوان‌تر کرده باشه و اون ریتم و آهنگ تهاجمی تیمش هم رحمت کنترل بکنه که نه توپو مشایعت کرد تا لحظه‌ای که به دروازه‌بان همتیمیش برسه. خوب بود کار آرمان لطف خدا. این دروازه‌بان توپو در اختیار داره. بلند برای حرکت پور مهدی، کسرا همتی و تغییر دروازه‌بان هم چیزی عاید خوشه نشد، هرچند که همتی برای گل سوم میتونیم بگیم کمترین تقصیر رو داشت با توجه به اون تعلل و اشتباه بارزی که در دفاع تیم خوشه دیدیم. زاهد تبار، کمیل حیدری زدنش خطا اعلام شده از امیر سامان سلطانی. محمد رستمی، لطف خدا در دایره مرکزی میدان، سیامک علیزاده. 82 دقیقه از زمان بازی سپری شد. 3-0 برای داماش. حالا این سم زده حمله میتونه شکل بگیره. دوباره موقعیت پاس رو به جلو، ارسال مستقیم برای حرکت مجتبی خسروی. میرسن دیگه بازیکن داماش و این حمله هم شاید به جایی نرسه و آره تنها نتیجهش یک کورنر برای تیم خوشه طلاییه. فکرم میکنم تعدد کورنرهای خوشه هم در این بازی به تعداد انگشت یک دست هم نرسید، چون معمولا هم کیانوش میرزایی کورنر میزنه. اینقدر شاید در فاز هجوم اون چیزی که ناصر میخواست امروز تیمش اجرا نکرد. ارسال بلند به تیر 2 موقعیت برای خوشه. حالا فرصت از روی نقطه پنالتی تقریبا تو همون حوالی. ضربه که بر میگرده از شوت امیر حسین عبدی. مجدمی ارسال بی حاصل و به قصد صاحب توپ کردن چه کسی. بازم کار پرتکرار. نه توپه اوت شده یا نه؟ توپه که اوت شده. آره لازم نگه داشت. نه توپ فکر میکردم که حالا اوت شده بود، حالا نمیدونم چی شده، ولی فکر میکنم که از خط ارضی عبور کرد. حالا اینجا کمک میگیره از بازیکن خوشه برای محکم کردن بند کفشش و بله ضربه دروازه خواهد بود برای داماش. یه بازیکن داماش هم که در زمین خوشه برای زمین هست و 3 تغییر همزمان تو جایی که تونست از همه بازیکن‌ها و ابزارهای خودش استفاده کرد در این بازی. نظر محمدی، پژمان نجات به زمین میاد، یک تعویض تقریبا تدافعی. محسن انبساطی و عماد میرجوان. میرجوانی که اگه خوشه به گل مساوی میرسید و میتونست داماشو تحت تاثیر بازی خودش قرار بده میتونه زودتر از اینا بیاد، اما خب دیگه میگم اینقدر همه چیز به سود داماش بود کم کم در اواخر مسابقه و برای شاید قدری تلف کردن زمان بازی که این 3 تعویض هم حتما این کمک رو میکنه تعویضاشو انجام میده. نظر محمدی جلوی از آقای علی محمدی شاید میگن که الان این بازیکن با چه کسی میخواد تعویض بشه. در حال هر چی که بود انقدری زمان بازی تلف شد که اصلا کلا از خیرش گذشت آقای امیر سامان سلطانی و گذاشت که بازی دنبال بشه، چون مشخص نبود. حالا برگه تعویض هم ظاهرا دیر آوردن تا مشخص بشه که چه کسی با چه بازیکنی تعویض میشه و زمان بازی هم داشت خیلی بیش از حد هدر میرفت. بهروز هوشمند آخرین تلاش ها، ببینیم چه هدفی داره از این حمله تیم خوشه طلایی. تکل بلند از روی دور تکلشو بسته بود و به خوبی از پس این دفاع بر اومد بازیکن داماش. رحمتی دل از اونجا دستش بالا بود و میخواست حرکت بکنه، عبدی که او رو ندید. دوباره 2-3 بازیکن روی خط حرکت کردن، یه لحظه نشون دادن بازیکن داماش کاملا مترصد این حرکات هستن. به محض اینکه یک بازیکن از راه دور اقدام به ارسال طولی میکنه میخوان که با حرکت رو به جلو مهاجمان خوشه رو در موقعیت آفساید قرار بدن.
این ضربه که زده میشه و در چارچوب از معدود توپاییه که در این بازی در چارچوب از سوی بازیکن خوشه زده میشه. ابراهیم پور بلند در یک سوم دفاعی خوشه، اثرگذاری نصف و نیمه توپ خوب دور نکردن. حالا به هر حال دو بازیکن میان، سر و صداش بلند شد اونجا سپهر سیمان پور، اما داور خطایی رو تو این لحظه تشخیص نمیده. کاپیتان دومی تیمش شده شماره 8 کیانوش میرزایی در نبوده فاضلی. لحظه اشتباه از مجدمی، توپو نتونست به خوبی روش اثر بگذاره. این بارم تعادلش به هم میخوره سیمان پور، اما بازم داور خطایی رو نمیبینه. بازی دنبال میشه، کنترل با سینه و خیلی راحت توپو از جریان مالکیتی حریف جدا میکنن بازیکنای داماش. ارسال بلند حیدری پشت مدافعان، حرکت رو به جلو با سرعت بالا از سیمان پور تا لحظه آخر فشرده تعقیبش میکرد و خطا رو گرفت به هر زحمت. دوندگی و جنگندگی بالا از همین ازش که این صحنه هم آورده گل 4 رو برای داماش داشته باشه. لحظه اشتباه بازم هوشمند چیکار میکنه هوشمند؟ این بار اگه میگرفت حیدری بازم عین همون صحنه گل سوم رقم میخورد. بهروز هوشمند تو در اختیار داره، هنوز تصمیم نگرفته با مکسی زیاد، پاسش هم اصلا خوب نبود و به جایی این فرصت نمیرسه. یه لحظه تعادلش به هم میخوره، خطی 100 دو اعلام میکنه از رحمتی آقای امیر سامان سلطانی. خطی که بر روی رضا پورمهدی شکل گرفت. میبینید که ضربه رو خواهد زد محمد رستمی. سمت چپ تو این لحظه سراسیمه یک کار نمایشی انجام داد. لحظه اشتباه، باز هم توپی که در اختیار همتی قرار میگیره. کیانوش میرزایی خودش برای خوش طلایی چند متری با توپ جلو میاد، به حرکتش در میانه میدان ادامه داد. مجدمی باز هم تأخیر در رسیدن به زمین حریف، با پاسای کوتاه سعی میکنه با صبوری خاصی این کار انجام بدن. بالاخره حالا در زمین حریف هستن و این ارسالی که خوب نبوده باز هم اونجا علیزاده توپو پوشش میده. در ضد حمله کم تعداد با سرعت بالا، حرکت رو به جلو است پورمهدی، نگه میداره، میتونه حداقل اونجا چند ثانیه با توپ کار بکنه. رو به عقب، نجات هم به توپ نرسید. بازی مستقیم تک و تنها کسی نیست جز امیر حسین عبدی که او هم حرکتش ناقص میمونه. کمیل حیدری بازی با آرامش و با ثبات و بدون دغدغه تو این لحظات از سوی شاگردان علی نظر محمدی رو خط راه میندازه. باز هم سپر سیمانپور که دوندگی خیلی خوبی هم داشته، از زمانی که اومده به شدت کمک کرده. این بار نه، پشت محوطه است. این بار هم تقریبا مثل همون صحنه که پنالتی شد، باز هم سیمانپور حرکت رو به جلو. با هم ببینیم اینجا این دستی که میذاره، باز هم داور رو مجاب میکنه به خطا، هرچند که کمک دو هم کمک میکنن و تو این لحظه پرچمشون به سمت زمین خوشه بود. شانس آوردن که خطا داخل باکس نبود. 90 دقیقه تمام شد. چیزی شاید ولش 4 دقیقه داشته باشه یا شاید بیشتر. نیمه دوم به گونه‌ای در وقت تلف شدهش میبینید خیلی هم زیاد نیستن بازیکن داماشو، از همونجا شاید یا مستقیم یا بخوان بله کوتاه کارو دنبال بکنن. میبره به نزدیکی نقطه کورنر، یه لحظه اونجا تعادلش به هم خورد و خطی در کار نیست. سری بازی دنبال میشه. بهروز هوشمند محمد ناصر صفا خیلی کم به توپ رسیده این بازیکن با توجه
به زمانی که حداقل فرجیان از ترکیب جدا شد یک ذره اون تکاپو تلاش‌های خوشم برای انتقال به زمین حمله و اثرگذاریشون از سمت راست کم شد و خیلی کمتر حملاتو از سمت راست بر روی دروازه حریف سعی میکنن ایجاد کنن. شاید کمترین انگیزه‌ای هم ندارن برای شتاب در ایجاد حملات. رو به جلو حرکتی که بین دو تا بازیکن انجام داد. خسروی توپشو گرفتن. پشت مدافعان خستگی ناپذیر رو بسیار خوب از اول بازی همینجوری دویده واقعا پور مهدی. ببینیم که چیکار میکنه. تغییر مسیر میده، رو پای چپشه با بیرون پای راست و توپی که برمیگرده. می‌خواست این بار پاس گل بده که موفق نبود. امیرحسین عبدی، کیانوش میرزایی کسی نیست در زمینه. حالا تازه یک نفر وارد زمین داماش شد. مسلم مجدمی، رحمتی، عبدی رو به عقب. حالا بهروز هوشمند. بازی کم خطر برای داماش و چیزی که اونها میخوان. توی لحظات خوشه‌ای که میلی برای هجوم به اون صورت نشون نمیده، توپ رای اوت میکنه مجدمی تا به وضعیت بازیکن مصدوم پرداخته بشه. از کادر پزشکی تیم خوشه میخواد که زمین بیاد آقای امیرسامان سلطانی. ادهمی از یک کتفش بگونه احساس ناراحتی میکنه، اما حالا الکی چند متر رو طی کرد پزشک تیم خوشه و شایدم آره ادامه مداوا در بیرون از زمین برای انجام میشه تا حداقل بازی بیش از حد متوقف نشده باشه. پور مهدی بازی جوان مردانه رو رعایت میکنه و توپ در اختیار همتی قرار داد. بهروز هوشمند، سینا عبداللهی، بازم هوشمند دست بردارن کنه که این لحظات هم خیلی بقیه بازیکن‌ها در تیم داماش احتیاجی ندارن برای فشار بیش از حد بر روی دفاع تیم حریف. خطا اعلام میشه در دایره میانی میدان. توپ در اختیار داره رحمتی. مسلم مجدمی دور میزنه. هوشمند جلوتر میان بازیکن‌های داماش. دو سه بازیکن نزدیک هوشمند شدن. بدون اشتباه کار میکنه سینا عبداللهی. مالکیت توپ بیشتر به شکل کاذب بدون بهره‌وری مناسب. مدت هاست که توپو بین خودشون جابجا میکنن و میچرخونن بازیکن‌های خوشه، اما حتی نزدیک دروازه حریف هم نمیشن. امیرحسین عبدی تمام. تو این لحظه بازی به اتمام میرسه و عملا خوشه طلایی دیگه با دسته یک باید خداحافظی کنه. 3-0 برای داماش. امیدوارم که از تماشای مسابقه لذت برده باشین. به اتفاق کلی همکارانم با شما عزیزان تا فرصت بعد خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر باشه. یا علی مدد و خدا نگهدار. خب بچه‌ها تبریک میگم. تونستیم یک پیروزی خیلی خوب، اونم پیروزی خارج از خونه، اولین پیروزی خارج از خونه‌مون رو به دست بیاریم در هفته یکی مونده به آخر که امتیازش بسیار برامون مهم بود. اگر این بازی رو نمی‌بردیم میشه گفت که سقوطمون تقریبا قطعی بود، ولی با این شرایطی که الان پیش اومده اگر بتونیم توی رشت
نتیجه بگیریم و از اون طرف بابل هم بازی آخرش رو واگذار کنه و نتیجه نگیره، در واقع میتونیم توی لیگ برتر بمونیم، توی لیگ یک بمونیم و این دور از ذهنم نیست، به این خاطر که بابل قراره که توی خونه حریفش که چادرملو باشه بازی کنه. چادرملویی که الان دومه و برای اینکه بخواد صعود کنه لازمه که این بازیش رو ببره. اون بازی هم حتما یک بازی جذاب میشه. بازی ما مقابل سایپا هم که هفته آینده است حتما جذاب میشه. این پیروزی یک شیرینی دیگه هم برای ما داشت. حالا نمیدونم خاطرتون هست یا نه، اون سالی که ما لیگ 2 بودیم و میخواستیم به لیگ 1 صعود کنیم، بعد حالا در بازی با نیروی زمینی اون اتفاقاتی که افتاد، خوش طلایی اون زمان معروف بود به خوش تبانی. اگر یادتون باشه چه تبانیایی میکرد، چه فوتبال کثیفی از خودش ارائه میداد و یکی از عواملی بود که ما نتونسته بودیم اون سال به لیگ 1 صعود کنیم و این اتفاقاتی هم که حالا بعدها برای داماش افتاد یک بخشیش به خاطر اون فوتبال کثیفی بود که خوش طلایی از خودش ارائه داده بود. خیلی خوشحالیم که خوش تبانی سقوط کرد و به اون جایگاهی که شایستش بود برگشت و حکم سقوطش را هم ما امضا کردیم. اگر این بازی مقابل ما را میبرد هنوز این شانس رو داشت که بخواد توی لیگ 1 باقی بمونه، ولی نه، الان حکم سقوطش توسط داماش گیلان امضا شد و یه جورایی تونستیم انتقام اون فصل رو از خوش طلایی یا بهتر بگم خوش تبانی بگیریم و از این نظرم به هر حال یک بازی جالب بود. بابل متاسفانه بازیش رو تا آخرین نتیجه‌ای که اطلاع دارم برده، 3-1 جلو بود. آستارا 3-2 جلو بود. حالا نمیدونم در دقایق پایانی این تیم‌ها تونستن نتیجهشون رو حفظ کنن یا نه. به نظر میاد که حفظ کردن. ما کماکان در منطقه سقوط هستیم. بله بازی اونم تموم شده. دریای بابل 3-1 بازیش رو برده. شاهین بندرآمری با چادرملو مساوی کرده که خیلی به سود ماست، باعث میشه که چادرملو هفته آینده بخواد خیلی بهتر از چیزی که انتظار میره بازی کنه برای اینکه بتونه شانسش رو برای صعود حفظ کنه. و شهرداری آستارا هم که بازیش 3-2 شد، این چیزی که من دارم میبینم. یه هفته باقی مونده، هفته دیگه هفته پایانیه. توی ورزشگاه عزادی رشت، ورزشگاه پیرمون، قراره یک بازی کلاسیک داشته باشیم، بازی که با سایپا همیشه هیجان خودش رو داشته. خیلی اوقات ما بردیم، صعود کردیم به فینال جام حذفی یا شکست خوردیم ازش. یه زمانی گربه سیاه ما بودیم. بازی داماش و سایپا همیشه به هر حال جذاب بوده. امیدواریم که به هر حال هفته آینده هم مقابل این تیم جز اون بازیایی باشه که ما میبریم و بابل هم نتیجه نگیره و این تیم رو به هر حال بتونیم توی لیگ 1 حفظ کنیم. آره پژمان جان، از این جهت که رتبهمون تغییر نکرده این بازی مهم نیست، ولی از این نظر که شانسمون رو برای بقا حفظ کردیم به هر حال این پیروزی خیلی برامون تاثیر داشت. جا داره تشکر کنم از این 100 نفری که همین الان 119 نفری که همین الان توی لایف هستن. تشکر میکنم ازتون. احتمالا شما جز اون کسایی هستید که در طول بازی هم بودید با ما. بازی پرگل و قشنگی که از داماش دیدیم، همه جوره گل زدیم و جا داره بازم تشکر کنم از اون حدود 1900 نفری که اومدن و رفتن و این بازی رو به هر حال از یوتیوب تماشا کردن و کیف کردیم دیگه. حداقل الان میدونیم که هفته آینده اگر بتونیم ببریم خیلی احتمال موندنمون توی لیگ 1 زیاد میشه. هرچند نمیتونیم خودمون رو پیشا پیش برنده بدونیم. سایپا تیم بسیار خوبیه، باید تمام برگامون رو مقابل سایپا رو کنیم. از طرفی هم نمیتونیم قطعا بگیم که بابل مقابل چادرملو بازنده است، از این جهت که دیدیم امروز چادرملو هرچند خارج از خونه ولی مقابل بندر آمری به تساوی رسید. پس هیچ چیز برای ما تموم شده نیست، نه سقوطمون تموم شده است نه صعودمون تموم شده است. تا اون دقیقه 90 بازی با سایپا باید صبر کنیم. 90 که چه عرض کنم، 90 و اندی تا اون سوت نیمه دوم بخوره و ما بتونیم ببینیم که سرنوشت باقی موندنمون توی لیگ چی میشه. ای کاش هفته پیش برنده بودیم. اگر هفته پیش برنده بودیم الان وضعیتمون
خیلی فرق داشت و حیف به هر حال. دم همگی گرم. من کامنت های شما هم دارم میخونم، کامنتاتون اینقدر زیاده من واقعا فرصت نمیکنم بخونم و اینجا بخوام دوباره بازخونیشون کنم. خودتون دارید میبینید، کسایی که توی لایف هستید طبیعتاً کامنت ها رو دارید میبینید. این رو هم عرض کنم جدول آپدیت شده همین الان توی سایت وارش اسپورت قرار گرفته، عکسش هم حتما توی کانال تلگرام ما و صفحه اینستاگرام ما منتشر میشه. خود گلا هم که توی یوتیوب گذاشتیم، میتونید برید ببینید یا میتونید بازی رو عقب بزنید، صحنه‌های حساس بازی رو ببینید همین الان. و اینکه توی اینستاگرام هم به هر حال آپلود کردیم. یه تشکری هم جا داره بکنیم از این 10-12 نفر هوادارمون که خودشون رو به مشهد رسوندن. صداشون واقعا در طول بازی شنیده میشد، با اینکه تعدادمون خیلی کم بود و ورزشگاه بسیار بزرگ بود. صدای هوادارهای داماشیو حتما شما هم توی لایف شنیدید. دمشون گرم. میدونم که هزینه‌های جسمی، مالی، روحی زیادی رو متحمل شدن که خودشون رو به مشهد برسونن، ولی حالا حداقلش این بازی با یک برد پرگل همراه بود و خیلی خوش و خرم میتونن خودشون رو به رشت برسونن. امیدواریم که در مسیر هم سلامت باشن. جدولم که آره حتما قرار میدیم. بازی هم که اطلاع دارید دیگه یک روز عقب اومده. حالا تاریخ دقیقش رو خدمتتون میگم اگر اشتباه نکنم. بازی شده 21 بازی بعدیمون. حالا حتما در مورد بازی هم مفصل صحبت میکنیم، هم توی وارشتاگ هم به صورت متنی توی کانال و اینستاگرام وارش اسپورت. من کامنت هم دارم میخونم، بخاطر همین خورده حواسم از صحبت کردم پرت میشه. کامنت ها خیلی زیادن توی گروه ها، توی لایو. خلاصه دم همتونم گرم دیگه. من واقعا دلم هم نمیاد این لایو رو ببندم. بازی رو بردیم. ای کاش این گل ها رو توی بازی قبل هم میزدیم، اون پنالتیمون ای کاش گل میکردیم. دیدید که امروز گل دوم رو سیامک علیزاده چقدر قشنگ از روی نقطه پنالتی گل کرده. ای کاش، فقط میتونیم بگیم ای کاش، هیچ کار دیگه از دستمون بر نمیاد. دم همگی گرم. امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم یک بازی پرگل به سود داماش ببینیم و در کنارش بقیه تیم ها هم نتیجه نگیرن و ما به هر حال بتونیم این فصل رو با خیری و خوشی پشت سر بذاریم. من علیرضا بودم و از همینجا ازتون خداحافظی میکنم.